ارزش این دوره ها 1.5 میلیون تومان بوده. با توجه به شرایط اقتصادی که داخلش هستیم ما این دوره ها رو برای تمامی بچه‌ها رایگان کردیم. شما برای حمایت بیشتر از ما، برای اینکه اون رضایت قلبی رو داشته باشیم، برای اینکه تمام بچه‌ها کمک کنیم یه 20 خوشگل مال خودشون بکنن، تا میتونید بین دوستاتون این دوره ها رو به اشتراک بذارید. خب بچهای عزیز من، برسیم به یک مثال برای درک بهتر ماجرا. میگه صفحه یک خازن به شکل مربعه. آقا ضلع این مربع 5 سانتی متره. برای چی طول ضلع داده؟ آفرین. سی بود کا اپسیلون سه وادیوم. آقا این آ مساحت صفحاته. خب طول ضلع داده که من این مساحت رو حساب کنم. مساحت مربع چی میشه؟ یک ضلع در خودش دیگه. میشه 5 تا 25 سانتی متر مربع که باید بشه متر مربع. پس توی 10 به توان منفی 4 ضربش میکنم. 25 در 10 به توان منفی 4 متر مربع. آ رو دارم. در ادامه نگاه کن. فاصله بین آنها یعنی فاصله بین صفحات با یک ماده عایق یعنی همون دیالکتریک به ضخامت انقدر با ضریب دیالکتریک انقدر پر شده است. بچه‌ها ما اومدیم گفتیم دی چیه؟ فاصله بین صفحات. مثلا آقا این دی. فاصله بین صفحات. حالا سوال اومده گفته آقا اینو با یه دیالکتریک پر کردم که ضخامت دیالکتریک 6 دهم در 10 به توان منفی 3 دیگه چون میلی داره. میشه 6 در 10 به توان منفی 4. مستقیم نیومده فاصله بین صفحات رو بده، یا با یک دیالکتریک پر کردم که ضخامت اون دیالکتریک اینقدره. این در واقع همون فاصله بین صفحاته بچه‌ها. پس ما فاصله بین صفحاتمون هم داریم 6 در 10 به توان منفی 4. کارم که دارم 8 گفته بود خودش. اپسیلون صفر هم خود سوال داده 9 در 10 به توان منفی 12. مساحتم که 25 در 10 به توان منفی 4. اینم که 6 در 10 به توان منفی 4. اوکی. جواب آخر به همراه یکای ظرفیت خازن چی بود؟ فارغ. اما یه محاسبات شم انجام بدم برات. این با این بره، به 3 ساده کن 2، به 3 ساده کن 3، اینو با این بزن 4 تا 25 تا 100 تا، با این بره بشه 10 به توان منفی 10. 100 در واقع 2 تا صفر دی. 3 در 10 به توان منفی 10 فاراد. اوکی؟ خب بچه‌های من یک سوال آموزشی خوشگلم با هم حل بکنیم که قشنگ مسلط بشیم. میگه آقا یه باتری 12 ولتی دارم، چیکارش میکنم؟ به یک خازن وصلش میکنم به طوری که یک صفحه آن دارای بار مثبت 16 میکروکولون، صفحه دیگر بار منفی 16 میکروکولون. درسنامه رو یه نگاه بندازی. آقا این یه باتری به خازن وصل شد. قبوله؟ خازن باردار شد. یکی از صفحات بار مثبت کیو، یکی از صفحات بار منفی کیو، ولی وقتی میگفتیم بار خازن میشد بار یکی از صفحات خازن میشد همون کیو. الان اینجا گفته بار الکتریکی خازن چند میکروکولونه، میشه هم مثلا 16 میکروکولون. اوکی؟ بار یکی از صفحات. اختلاف پتانسیل چقدره؟ بچه‌ها اختلاف پتانسیل دو سر خازن با اختلاف پتانسیل دو سر باتری برابر بود. اگر اختلاف پتانسیل دو سر باتری ما 12، دو سر خازن ما هم 12، پس این هم میشه 12 ولت. ظرفیت خازن، خب آقا کیو بود سی وی، کریم ساواکی، باریکلا به تو. آقا کیو رو دارم، وی رم دارم، سی حساب میشه. رابطه جاگذاری جواب آخر به همراه یکا. بیا کیومون چقدر بود؟ 16 میکروکولون، 16 در تا منفی 6. سی رو که میخوام، وی چقدر بود؟ 12. بیا به 4 ساده کنیم بشه 3، به 4 ساده کنیم بشه 4. این 3 رو بردار بیار زیر این، میشه 4 سوم در 10 به توان منفی 6. اما گفته چی؟ چند میکروفاراد است. این 10 به توان منفی 6 بچه همون میکروه دیگه، میشه 4 سوم میکروفاراد. یا بگو آقا فاراد به میکروفاراد بزرگ به کوچیک 6 تا فاصله است، توی 10 به توان مثبت 6 ضرب میکنم و خروجی کار میشه 4 سوم. قبوله؟ خب یه بار دیگه اینشو بریم. خب 4 سوم میکروفاراد. قسمت بعدی گفته تعداد یونهای مثبت و منفی روی صفحات خازن چقدر. ما گفتیم این مثبت کیو ما n تا یون مثبت داریم، این منفی کیو n تا یون منفی داریم، در مجموع 2n یونهای مثبت و منفی داریم. قبوله؟ خب کیو مساوی n ای. کیومون چقدر بچه؟ 16 میکروکولون، 16 تا منفی 6. قبوله؟ n رو که میخوام، اینم میشه 1 و 6 تا منفی 19. آقا اینو بده به این، میشه منفی 20. قبوله؟ 16 رو با 16 بزن، 10 تا منفی 20 بیاد اینور چی میشه؟ باریکلا. میشه 10 به توان مثبت 20، 6 تا کم کنیم میشه 10 به توان مثبت 14. پس n من میشه 10 به توان 14. تعداد یون ها میشه 2 برابر این.
میشه 2 ضرب در 10 به توان 14. حله؟ اما سوال بعدی عزیزای من چی میگه؟ میگه یک یاخته عصبی یا همون نورون را میتوان با یک خازن تخت مدل سازی کرد. اما چگونه؟ به طوری که غشای سلول به عنوان چی باشه؟ دیالکتریک باشه. ثابت این دیالکتریک هم 4، یعنی کا چنده؟ باریکلا 4. یونهای باردار با علامت مخالف که در طرفین غشا هستند به عنوان بارهای روی صفحات خازن عمل میکنه. اپسیلون صفر هم 10 تا -11 بگیر، خودش داده، ثابت بود دیگه، خودش داده. اینو بگم بچه، اپسیلون صفر دقیقش 8.85 در 10 به توان -12. قبوله؟ اگر اینو مثلا 10 بگیره، 10 در 10 به توان -12 میشه 10 تا -11. 9 بگیره میشه 9 در 10 تا -12. ولی هر چی که باشه اپسیلون صفر رو به شما میدهد، نیازی به حفظ کردن ندارید عزیزای من. خب ظرفیت خازن چند فاراد سی رو میخواد. آقا سی چی بود؟ کا اپسیلون صفر رادیوم به همین صورت. آقا کاری که داریم 4، اپسیلون صفر هم داریم 10 تا -11، آر هم داریم اینا، دی هم داریم اینا. بذار حسابش کن. خب آقا کامون چقدر بود؟ 4. اپسیلون صفر 10 تا -11. آ چقدر؟ 10 تا -10 اینجا داشتیم. دی 10 به توان -9. اوکی. خب بچه‌ها اینو با این میزنم میشه 10 تا -1، با این بشه 10 تا -12. پس 4 در 10 به توان -12 واحدش فاراد که نمره دست ندی. رابطه جاگذاری جواب آخر به همراه آفرین یگان یکا. خب چی بگم دیگه؟ مقدار بار یونهای مثبت. خب مقدار بار همون کیو بود دیگه. بار خازن چقدر کیو؟ حالا همین گفت مقدار بار یونهای منفی بازم کیو. چند کولوم باشه تا اختلاف پتانسیلمون این بشه؟ وی رو داده. اوکی؟ سی رم حساب کردیم. چی میخواد کیو؟ کریم ساواکی باریکلا کیو بود سی وی. آقا سی من چقدره؟ 4 در 10 به توان -12. ویم چقدره؟ 50 میلی ولت، میلی 10 به توان -3 دیگه. میشه 50 در 10 به توان -3. خب آقا 4 تا 50 تا میشه 200 تا. 200 تا صفرش با این بشه 10 تا -1، با این میشه 10 تا -13. 2 در 10 به توان -13 کولون بار این خازنمون خواهد بود. بچه‌ها سوال بعدی یک تسته. ممکنه به خود بگی آقا تست داخل دوره تشریحی داستان چیه؟ نکته‌ای داره که میتونه تو امتحانات تشریحی مطرح بشه. بیشتر هم این نکته مربوط میشه به قسمت قبلی، ولی الان که خازن رو درس دادم راحت‌تر این نکته رو میپذیری و میفهمی و درک میکنی. بریم کارش انجام بدیم. 2 صفحه رسانه‌های موازی را به باتری وصل میکنیم. خب ما میگیم آقا این صفحه مثبت باتری اینجا میشه مثبت، این صفحه منفی باتری اینجا میشه منفی. اگر اختلاف پتانسیل دو سر باتری 20، اختلاف پتانسیل دو سر خازنمون هم 20. خب ما میدونیم از مثبت میایم به منفی پتانسیل کم میشه دیگه. قبوله؟ در جهت خط میدان که میگه پتانسیل کم میشه. پس اینجوری حرکت کنم از اینجا بیام اینجا 20 تا پتانسیل کم میشه. اما سوال مد نظرش این نبوده. سوال مد نظرش هم با یه رنگ دیگه نشون. گفته آقا یه بار منفی رو میذارم اینجا، این بار منفی از آ میره به این صفحه میرسه. تو این تیکه تو باید بگی دلتا وی چقدره. آقا من میدونم دلتا وی کل 20، اما دلتا وی این تیکه چقدره؟ چالش ما اینه. گرفتی حرف منو؟ خب برمیگردیم میگیم میدان مگه یک نواخت نیست بچه‌ها؟ چون یک نواخت ای چی میشه؟ ویدیوم. چی دیوم؟ ویدیو. نسبتی بهش فکر کن. میدان چون یک نواخت و ثابته نسبتش چی میشه بچه‌ها؟ 1. خب همونجور که میبینید دلتا وی با دی رابطه مستقیم داره. یعنی شما اگر دیت نصف بشه دلتا وی هم بعد نصف شه که 1/2 به 1/2 بشه 1. این 1/3 شه، اینم 1/3 شه، 1/3 به 1/3 بشه 1. خب هر موقع دو چیز رابطه مستقیم داشته میتونید تناسب استفاده کنید. 2 سانتی متر میشه 20 میلی متر دیگه. آقا تو 20 میلی متر چقدر اختلاف پتانسیل داشتیم؟ 20. حالا این 5 میلی متر، پس اینجا 15. حالا تو 15 میلی متر چقدر اختلاف پتانسیل داریم؟ قبوله؟ شما خیلی ساده میگی 20 20، پس این 15 اینم 15. قبوله؟ یه تناسب ساده است. پس اینجا آقا اختلاف پتانسیل میشه 15. گرفتی؟ حالا میگه بار منفی رو در نقطه آ رها میکنیم. وقتی به صفحه بالایی میرسه انرژی پتانسیل الکتریکی آن چند میلی جول چگونه؟ به انرژی پتانسیل الکتریکی راجع به دلتا یو پرسیده. به زور و خود به خود. الان بار منفی دوست داره بره سمت صفحه مثبت دیگه، خود به خوده. پس دلتا یو منفیه، پس انرژی پتانسیل کاهش پیدا میکنه. پس این که گفته افزایش
این که گفته افزایش غلط. یا این یا این. حالا مقدارش دلتا یو میشه کیو دلتا وی. آقا کیو چقدره؟ 5 میلی کولون. بچا چون صفرا مهم نیست 5 میذارم تست دیگه، حالا این تشریح کنید. دلتا ویم چقدره؟ حساب کردم از اینجا تا اینجا برم 15. 5 تا 15 تا 75 تا. کدوم گزینه؟ گزینه 3. گرفتی حرف من چی؟ چالش روبرومون چی بود؟ آقا ما در کل 20 اختلاف پتانسیل داشتیم. حالا تو 15 تایی که اینجا حرکت بکنم چقدر اختلاف پتانسیل دارم؟ چون میدان ثابت و یک نواخته، دلتا وی با دی رابطه مستقیم داره. یعنی اگر تو کلش مثلا 100 تا اختلاف پتانسیل داری، تو نصفش 50 تا داری. خب بچهای من برسیم به بحث نسبت در روابط خازن. اونو هم خیلی خوشگل کارشو با هم انجام بدیم. گفتیم هر رابطه‌ای تو فیزیک نسبتی میشه. قبوله؟ اپسیلون صفر چون عدد ثابته توی نسبت حذف میشه. قبوله؟ این سی اینجا میشه نسبت سی. این کا اینجا میشه نسبت کا. این آ اینجا میشه نسبت آ. این دی اینجا میشه نسبت دی. قبوله؟ حالا بعضیا کتابا اینو میبرن بالا میشه دی 1 به دی 2، ولی ما این کارو نمی‌کنیم. اسکلت رابطه تبدیل میشه به نسبت که تو دورای اصلی اینو این شکلی نشون میدادیم. وقتی فلش دو طرفه میذاشتم منظورم از سی نسبت سیا بود، نسبت کا، نسبت آ، نسبت دیا. هر چی هم که ثابت باشه خب نسبتش میشه 1. وقتی تو مساحت تغییر نکنه آ2 و آ1 با هم برابرن دیگه، نسبتش میشه 1. وقتی مثلا فاصله تغییر نکنه اینا مساویه، نسبتش میشه 1. هر چی که ثابت باشه نسبتش میشه 1 و حذف میشه و میره. کریم ساواکی نسبت کیو ها، نسبت سی ها، نسبت وی ها. حالا اگر سی ثابت باشه نسبتش میشه 1. وی ثابت باشه نسبتش میشه 1. ای بود ویدیو. چی دیوم؟ ویدیو. آقا نسبت ایا وی، نسبت ویا دی، نسبت دیا. هر رابطه ای رو میتونی نسبتی کنی. اما بچهای عزیز من یک سوال نسبتی خوشگلم از این قسمت با هم حل بکنیم. میگه صفحه های یک خازن تخت با دی‌الکتریک با ضریب 4 پر شده. پس کای اولیه 4. اگر دی‌الکتریک را از بین صفحات برداریم، بچه اگه دی‌الکتریک رو خارج کنیم الان بین صفحات هواست و وقتی هواست یعنی کاش چی میشه؟ 1. پس بچه کای ثانویه من میشود 1. کای اولیه 4 بود، کای ثانویه شد 1. پس کای من چند برابر شد؟ 1/4 برابر. فاصله بین دو صفحه خازن رو نصف کنیم. آفرین، یعنی دی 2 به دی 1 میشود 1/2. خب ظرفیت خازن چند برابر میشه؟ سی بود کا اپسیلون صفر آ دیوم نسبتش کردیم، نسبت سیا، نسبت کا، نسبت آ، نسبت دیا. بچه نسبت کا چی شد؟ شد 1/4. 1/4. مساحت تغییر نکرده، نسبتش 1. نسبت دیا چی شد؟ 1/2. خب تو میتونی این دو رو دور در دور، نزدیک در نزدیک ببری بالا. 2/4 میشه 1/2 و ظرفیت خازن من 1/2 برابر شده یا نصف شده. اما برسیم به بحث شیرین انرژی ها در خازن که بسیار پرسواله، هم داخل امتحانات هم داخل کنکور معمولا ازش سوال میاد. یه جنبندی خوشگل با هم داشته باشیم و خلاص روی این قسمت. بچه‌ها این رابطه رو کار کرده بودیم. دلتا یو میشه کیو دلتا وی. اینو اینجوری هم میتونی بنویسی یو کیو، اینم که بشه وی. این دلتا یو شد یو، دلتا وی شد وی. اینجوری یو میشه کیو. انرژی باتری اینه بچه‌ها، یو میشه کیو وی. تو فصل بعدم مفصل باش کار داریم. حالا انرژی خازن میشه 1/2 کیو وی. آقا این چرا کیو وی؟ این چرا 1/2 کیو ویه؟ انرژی که باتری درست میکنه نصفش بچه‌ها تو خازن ذخیره میشه، مابقیش چی میشه؟ تلف میشه. پس نصف انرژی باتری تو خازن ذخیره میشه، مابقی باری کلا به تو تلف میشه. پس این اولین رابطه 1/2 کیو وی. قبوله؟ حالا اگر جای کیو بذاری سی وی، داشتیم کریم ساواکی دیگه، میشه 1/2 سی وی وی. 1/2 سی وی وی یعنی 1/2 سی وی 2. برای اینکه تو ذهنمون بمونه اینجوری 1/2 سی وی 2 برو 1/2 سی وی 2 برو 1/2 سی وی 2. قبوله؟ برو بعدی. حالا شما میدونی کیو بود چی؟ سی وی کریم ساواکی. این وی چی میشه؟ این سی رو بیار زیر این. وی میشه کیو تقسیم به سی. اگر جای وی بذارم کیو به روی سی بچه‌ها میشه 1/2 کیو کیو یعنی کیو 2 به سی. 1/2 کیو 2 به سی. قبوله؟ متوجه شدی ماجرا به چه صورته؟ حل باریکلا به تو. پس چند تا رابطه داریم؟ 3 تا. 1/2 کیو وی همش هم اصلا به دست میاد. جای کیو گذاشتم سی وی شد 1/2 سی وی 2، جای وی گذاشتم کیو به سی شد 1/2 کیو 2 به سی. حالا
کجا از کدوم استفاده کنم؟ بسته به داده هایی که بهت داده استفاده میکنی. اگر مثلا Q و V داشتی از این C و V داشتی از این برو، Q و C داشتی از این برو. اگر ولتاژ ثابت بود از این برو، اگر بار ثابت بود از این برو. قبوله؟ خب پس شد 1/2 QV، 1/2 CV2 برو، 1/2 CV2 و 1/2 Q2 به C. حالا دو حالت داریم بچه ها، یا خازنمون متصل به مولده یا خازنمون جدا از مولده. خب اگر به مولد وصل باشه، توضیح دادم وقتی به مولد وصله اختلاف پتانسیل دو سر مولد با اختلاف پتانسیل دو سر خازن برابره و در نتیجه اختلاف پتانسیل دو سر خازنمون ثابت میمونه. اینجا هم نوشتم خازن متصل مولد باشه ولتاژ ثابته، وی ثابت. پس مادامی که خازن به باتری وصله اختلاف پتانسیل دو سرش با اختلاف پتانسیل دو سر باتری برابره و ثابته. اما همین که از باتری جداش میکنی، باری که اون باتری ریخته تو خازن اون باره ثابت میمونه. پس خازن رو جدا کنیم از مولد، چی ثابت میمونه؟ بار. وصل باشه ولتاژ. واضحه دیگه، حفظ کردن نداره. خازن به باتری وصل باشه خب ولتاژ ثابت، چون ولتاژش با ولتاژ باتری برابره. خب حالا میگیم Q میشه CV. کریم ساواکی نسبتش کن. نسبت Q ها نسبت C ها نسبت V ها. آقا مگه V ثابت نیست تو این حالت؟ نسبتش میشه یک دیگه. یک هم که میتونی برش داری. یک ضرب در هر چیزی میشه، مهم نیست. پس اینو بردار. نسبت Q ها با نسبت C ها یکیه. یعنی اگه Q من 2 برابر بشه C هم 2 برابر شده. C من 3 برابر بشه Q هم 3 برابر شده. اصطلاحاً میگیم رابطه مستقیمه. C هر چند برابر بشه Q هم همون برابر میشه. این 10 برابر شه اینم 10 برابر میشه. اما بریم سراغ انرژی. بچه چون ولتاژ ثابته اینو استفاده میکنم، 1/2 CV2. وقتی میرم تو نسبت، این 1/2 عدد ثابت مهم نیست. ولتاژ هم چون ثابته نسبتش میشه 1. چون نسبتش 1 میشه پاک میشه دیگه، مهم نیست. قبوله؟ پس میبینی انرژی با ظرفیت خازن رابطه مستقیم پیدا میکنه. به این معنا اگر ظرفیت خازن تو مثلا 3 برابر شه، انرژی هم 3 برابر میشه. این 10 برابر شه، انرژی هم 10 برابر میشه. پس جمع بندی رابطه چیه؟ مستقیمه. تو کدوم حالت؟ وقتی به باتریمون وصلیم، به مولدمون وصلیم. وقتی به مولد وصلیم وی ثابته، برای همین کم رنگش میکنم. C با U رابطه مستقیم داره، C با Q رابطه مستقیم داره. یعنی اگه C من 2 برابر بشه U هم 2 برابر میشه، بارم هم 2 برابر میشه. فهمیدی قصه رو؟ بیا این بر. حالا خازن جدا از مولد باشه چی گفتیم ثابت؟ بار ثابت. خب بریم نسبتش کنیم. نسبت Q ها نسبت C ها نسبت V ها. خب چون اینا ثابته نسبتش میشه 1 دیگه. بچه‌ها اگر ظرفیت خازن من 2 برابر بشه، این باید 1/2 برابر بشه، چون 2 ضرب در 1/2 میشه 1. این اگر 3 برابر بشه میشه 1/3. این رابطه عکس. وقتی ضرب دو چیز ثابته این رابطه عکسه. یکی زیاد شه اون یکی باید کم بشه. یکی 10 برابر شه اون یکی 1/10 میشه. رابطه عکس بسیار مهمه تو فیزیک. تو دوره‌های کنکوری خیلی حرف میزنیم راجبش و خیلی سوالاتو باهاش حل میکنیم، ولی اینجا تو دوره‌های تشریحی کمتر باهاش کار میکنیم چون خوراک تست. اما برای انرژی میرم سراغ این رابطه. چرا بچه‌ها؟ بگید. باریکلا، چون بار ثابته حذف میشه دیگه تو نسبت. قبوله؟ خب میگم آقا 1/2 عدد ثابت تو نسبت حذف میشه، بارم عدد ثابت، یعنی چون تغییر نمیکنه میشه 1 نسبتش. پس باز میبینی یو با سی رابطه عکس پیدا میکنه. باز اینجا بنویسم این یو نسبت یو ها، 1/2 که هیچی، این نسبت کیو ها به توان 2، اینم نسبت سی ها. چون نسبت کیو ها میشه 1، بار ثابت دیگه، نسبت کیو ها میشه 1، این پاک میشه یا 1 جاش میذارم. میبینی یو با سی رابطه عکس داره. اگر مثلا ظرفیت خازن من 2 برابر بشه، انرژی من نصف میشه. پس اینجا میگیم رابطه عکسه. چی با چی؟ بار ثابته، اینو کم رنگ میکنم. C با V رابطه عکس، C با U رابطه عکس. یعنی اگه C من 2 برابر بشه این 1/2 میشه، اینم 1/2 میشه. حله؟ گرفتی ماجرا چیه؟ حالا برای درک بهتر ماجرا بریم سر وقت یک سوال. میگه خازنی که بین صفحاتش هواست به مولد متصل است. به مولد متصل باشه چی ثابته بچه‌ها؟ باریکلا وی ثابته. رابطه های چی ان؟ آفرین، مستقیمن. اینجا جمع بندی کردم برات دیگه. وی ثابت باشه مستقیمه. کیو ثابت باشه عکسه. چی عکسه؟ اینجا ببین وی که ثابت بود انگار دکمه‌شو زدم.
C با U، C با Q. اینجا Qی که ثابت بود دکمه‌شو زدم، C با V، C با U. گرفتی؟ خب اینجا اول گفته که اگر فاصله بین صفحات خازن رو نصف کنیم، دی نصف شه. خب آقا C بود کا اپسیلون صفر آدیو. آقا کا که ثابته نسبتش یک میشه، آ که ثابته نسبتش یک میشه. گفته فاصله رو چیکار کنیم؟ نصف کنیم. این یک دوم برابر شد، بره بالا میشه 2. قبوله؟ پس ظرفیت خازن من چند برابر شد؟ 2 برابر. پس جلو این چی مینویسم؟ یه 2 مینویسم. اختلاف پتانسیل، آقا مگه نگفتیم به مولد متصله؟ پس چون به مولد متصل اختلاف پتانسیل ثابته، در نتیجه نسبتش میشه 1. گفته همه چند برابر میشه. بعدی بار. خب من میدونم چون ولتاژ ثابته رابطه مستقیمه. قبوله؟ این 2 برابر میشه، اینم 2 برابر میشه، حتی اینم 2 برابر میشه. ولی خب تو امتحان تشریح باید بنویسم، پس باز مینویسم. Q میشه CV. برمیگردم میگم بچه‌ها چون V ثابته نسبتش میشه 1. C هم که 2 برابر شده بود اینجا حساب کردم، 2 1 میشه 2 تا. برای همین میگم بار چند برابر میشه؟ میشه 2 برابر. بریم سراغ انرژی. U میشه 1/2 C V2. قبوله؟ 1/2 که هیچ، نسبت U ها نسبت C ها نسبت V ها به توان 2. چون V ثابته نسبتش میشه 1. قبوله؟ اینم که 2 برابر شده بود، 2 1 میشه 2 تا. پس اینم 2 برابر میشه. اما میدان از کدوم رابطه برم؟ باریکلا. این میشه ویدیوم. چی دیوم؟ ویدیوم. قبوله؟ نسبت ایا نسبت ویا نسبت دیا. خب برمیگردم میگم بچه‌ها ولتاژ من که ثابت بود نسبتش میشه 1. فاصله رو نصف کرده بودم، پس دی چی شد؟ 1/2 برابر شد، بره بالا میشه 2. پس میدانم چند برابر شد؟ 2 برابر شد. اما سوال بعدی همینه. از مولد چیکار میکنیم؟ جدا میکنیم. وقتی از مولد جدا میکنیم چی ثابته؟ باریکلا، بار ثابته. رابطه های چی هن؟ عکسن. آفرین. خب گفته باز فاصله بین صفحات خازن رو نصف میکنیم. ظرفیت دوباره میگه آقا این که ثابته، این که ثابته، این نصف شد، بره بالا میشه 2 برابر. قبوله؟ پس ظرفیت 2 برابر. آقا بار که ثابته میشه نسبتش 1. بار روش که یاد دادم سریع میتونی جواب بدی، ولی نوشتارش هم بعد براشون بنویسیم که نمره بهمون بدن. خب اختلاف پتانسیل رابطه عکس دیگه. این 2 برابره، این میشه 1/2. انرژی ذخیره شده، آقا این 2 برابره، این میشه چی؟ 1/2. خب ولی کارش انجام میدیم. برای اختلاف پتانسیل Q میشه CV. آقا چون بار ثابته نسبتش میشه 1، C 2 برابر شده. خب 2 ضرب در چه عددی میشه؟ 1/2. پس نسبت V میشه 1/2. اما انرژی از کدوم رابطه؟ 1/2 Q2 به C. 1/2 که هیچی، نسبت Q ها به توان 2 نسبت C ها. قبوله؟ چون Q ثابته نسبتش میشه 1 بچه‌ها، اینم که 2، همون 1/2 که گفته بود. اما میدان این میشه ویدیوم. چی دیوم؟ ویدیوم. نسبت ای نسبت وی نسبت دیا. قبوله؟ خب برگشتیم گفتیم ویمون چند برابر شده بود بچه‌ها؟ 1/2. پس میذارم 1/2. دیم چند برابر شده بود؟ فاصله صفحاتم نصف کرده بودم، اینم 1/2. 1/2 به 1/2 میشه 1. حله. پس میدانم ثابت میمونه، تغییری نمیکنه. پس در دو حالت 2 تا سوال آموزشی برات حل کردم، همه مواردم پرسیدم، هیچی خارج اینا نمیتونه از تو سوال بپرسه. خب بچهای عزیز من، یکی از تمرینای کتاب درسیتونم با هم حل بکنیم که لذتش رو ببریم. در شکل زیر صفحه‌های باردار یک خازن تخت را که بین آن حواس به ولت سنج وصل میکنیم بچه‌ها. این به ولت سنج وصله. آیا ولتاژ ثابته یا بار ثابته؟ باریکلا. من گفتم اگر به باتری وصل باشد ولتاژ ثابت است. حالا به باتری وصل، به ولت سنج وصله. از باتری جداست الان. پس چون از باتری جداست بار ثابت. حالا که میدونیم بار ثابته، میگه یه دی‌الکتریک میکنیم توش. قبوله؟ دی‌الکتریک که میکنیم تو چه اتفاقی میفته؟ باریکلا. میگه آقا کار رو زیاد کردم، قبلا 1 بود الان یه عدد بزرگتر از 1. مابقی داستان‌ها ثابته. سمت راست تساوی من بزرگ شد، پس سمت چپ تساوی من باریکلا بزرگ میشه. ظرفیت خازن من چی شد عزیزای من؟ آفرین، زیاد شد. حالا کریم ساواکی با این فرض که میدونم Q ثابته،
سیم زیاد شده. خب آقا این زیاد شه، این باید کم بشه دیگه. رابطه عکسه. مثلا این 2 برابر شه، این 1/2 میشه. این 10 برابر شه، این 1/10 میشه. قبوله؟ پس ولتاژ کم میشه. عددی که ولت سنج داره نشون میده عدد کمتری. خب بچهای عزیز من، یه نکته دیگه هم هست که حیفم اومد اینجا بهتون نگم. آقا رابطه Q مساوی CV. خب اگر من این بار رو بر حسب میکروکولون جایگذاری بکنم، ظرفیت خازنم بر حسب میکروفاراد جاگذاری کنم، ولتاژم بر حسب ولت جاگذاری کنم، همه چی اوکی. مثلا اگر این 5 میکروفاراد بذارم 5، مثلا اینم مثلا 10 میکروکولون بذارم 10. چرا؟ خب چون این میکرو با این میکرو چی میشه؟ میره. هیچ مشکلی وجود نداره. اوکی. یا تو انرژی یو میشه 1/2 CV2. قبوله؟ اگر شما اومدی انرژی تو میکرو جول گذاشتی، اینور یه میکرو داری. اگر 30 تا میکروفاراد گذاشتی، اینورم یه میکروه. آقا اینا هم با هم خط میخورن، اونم که بر حسب ولت، باز مشکلی به وجود نمیاد. در این روش ها رو میگیم که تبدیل واحد اضافه انجام ندید، سبکتر کارتون رو جلو ببرید. یا مثلا تو 1/2 Q2/C، اگر این میکروژوله، انرژی رو بر حسب چی داری میذاری؟ میکروژول میذاری. خب بار رو بر حسب میکروکولوم میذاری، اینم بر حسب ظرفیت خازن هم بر حسب میکروفاراد میذاری، باز اوکیه. چرا اوکیه آقا؟ ببین اینجا چون به توان 2 میرسه، یه میکرو به توان 2 تولید میشه. این میکرو به توان 2، یکی از اینا میکروهاش با این میره، یکی از میکروهاش هم با این وریه میره. آب از آب تکون نمیخوره. پس تو این همه رو میکرو بذاری، همه رو میلی بذاری، همه رو نانو بذاری، هیچ مشکلی نداره. ولی نمیخوام بگم حفظ کن عزیزم، منطقش رو درک کن. آقا چرا مثلا اینجا اینجوری مشکل نداره؟ چرا اینجا اینجوری مشکل نداره؟ چرا اینجا اینجوری مشکل نداره؟ چون این خط میخوره میره دو طرف. حله. منطقه رو که درک بکنی، حتی تو سایر فصلا میتونی از این منطق استفاده بکنی و سرعت عملتو بالاتر ببری. خب بچهای عزیز من، اولین نکته‌ای که در مورد انرژی خازن براتون توضیح دادم این بود. گفتم باتری انرژی تولید میکنه، یو میشه کیوبی. خب از این انرژی که باتری تولید میکنه آقا نصفش به خازن میرسه و نصف دیگه چی میشه؟ تلف میشه. یعنی اگه باتری مثلا 100 ژول انرژی تولید بکند، نصف آن به خازن میرسد، یعنی 50 تا به خازن میرسه، 50 تای دیگه چی میشه؟ تلف میشه. یه سوال از این بزنیم، ظرفیت خازنمون چقدر؟ 4 میکروفاراد. به یک باتری متصل میکنه، باتری 100 میکروژول انرژی مصرف میکنه تا خازن رو چیکار کنه؟ پر کنه. خب اگه 100 تا مصرف میکنه، یعنی این کیوبی 100. چقدرش به خازن میرسه؟ نصفش، یعنی 50 تاش. پس 50 تاش به خازن میرسه. اختلاف پتانسیل باتری چقدره؟ اختلاف پتانسیل باتری با اختلاف پتانسیل خازن باریکلا برابره. مادامی که اینا به هم وصلن، اختلاف پتانسیلشون برابره. خب من برمیگردم میگم اگه این یو باتری من مثلا 100، نصفش به خازن میرسه، در نتیجه میشه چی؟ 50. اوکی. خب حالا یو میشه 1/2 CV2. چرا اینو انتخاب کردم؟ چون وی رو میخوام. آقا این وی خازنه. اوکی، وی خازن با وی باتری فرقی نمیکنه. من وی رو میخوام. سی رو دارم، یو هم دارم. پس یو میشه 1/2 CV2. بهترین رابطه ایه که میتونی انتخاب بکنی. حال چطوره؟ خوبی؟ باریکلا. کم کم داریم تموم میکنیم. ما درسنامه اصلی تمام. یه جاگذاری بکنیم. گفتیم از این 100 تا نصفش به میرسه. آقا چرا 50 میکرو نذاشی؟ 50 10⁻⁶ نذاشی؟ اسلاید قبلی توضیح دادم. گفتم آقا این وی رو بر اساس ولت بذار. اگر این مثلا میکرو ژول بود، اینم مثلا میکرو فاراد بود، اینا اوکی، هم میکروها با هم خط میخورن. میلی ژول بود، میلی فاراد بود، میلی ها خط میخورن. مشکل دلت نخواست میتونی بذاری 50 10⁻⁶ اونم 4 10⁻⁶ 10⁻⁶ خط میخورن. این برای افزایش سرعت عمل بود. خب پس این از این 1/2 سی هم که اینم وی به توان 2. اینو با این ساده کن، 2 رو با 50 ساده کن 25. وی 2 شده 25، از دو طرف جذر بگیر، وی میشه 5 ولت. اختلاف پتانسیل دو سر خازن، دو سر باتری، جفتش 5 ولته. خب بچهای عزیز من، یه اسلاید مهمه دیگه داریم، بحث یکاها. یکای ثابت کولون، یکای ضریب گذرده خلا، یکای ضریب گذرده خلا. آقا چرا دو بار یکای ضریب گذرده خلا رو نوشتی؟ چون تو دو تا رابطه درگیر بودیم باش. آقا خود این کا بود چی؟ آفرین، 1/4 پی اپسیلون 0. از طرفی داشتیم سی کا اپسیلون 0 رادیوم. اینو داشتیم. آقا اپسیلون 0 همینجا هست، همینجا.
اینجا یه واحد میشه براش تعریف کرد، اینجا یه واحد دیگه که جفتش رو مورد بررسی قرار میدیم که تو تسلطت ماکس باشه. برو بریم. آقا جای اف گذاشتم نیوتن. کارو که میخوام. کیو چی میشه؟ کولون 2. این چی میشه؟ متر به توان 2 دیگه. اینو بیار بالا، نیوتن که اینجا. متر 2 رو بیار بالا. کولون 2 رو هم بیار پایین. گرفتی چیکار کردم؟ اینو بردم بالا، اینو آوردم پایین. نیوتن متر 2 بالا، کولون 2 پایین. اوکی. نیوتن متر 2 بالا، کولون 2 پایین. اما یکای ضریب گذردگی خلا. رابطش با کا چی بود؟ کا بود 1/4 پی اپسیلون 3. آقا این یکا نداره، این یکا نداره. پس آقا کا و اپسیلون 3 یکاهاشون چی ان؟ عکس همن. اگر این نیوتن متر 2 بالا، کولون 2 پایینه، برعکسش کن. نیوتن متر 2 بیاد پایین، کولون 2 بره بالا. باز اینجا نوشتم. کا چی بود؟ نیوتن متر 2 به کولون 2. اینورم که 1 به اپسیلون 3. دو طرفو برعکس کن. کولون 2 میره بالا، نیوتن متر 2 میاد پایین، این برم که اپسیلون 0. این هم از این بچه. حالا بریم سراغ سی میشه چی؟ کا اپسیلون 0 و دیوم. خب آقا سی چی بود؟ فاراد بود. این کا ضریب دی‌الکتریک یکا نداره بچه، حواستون به این نکته باشه. پس ضریب دی‌الکتریک یکایی ندارد. پس 1 گذاشتم. اپسیلون 0 رو که میخوام. آقا این مساحت متر مربع، این فاصله بین صفحات متر. خب اینا با هم ساده میشن، یه متر میمونه. این متر رو ضربدری بیار زیر این قرار بده، میشه فاراد بر متر. پس آقا برای اپسیلون 0 هم فاراد بر متر رو میتونی استفاده بکنی، هم کولون 2 بالا، نیوتن متر 2 پایین رو میتونی استفاده بکنی. اونورم که نیوتن متر 2 به کولون 2. میدانم که گفتم 2 تا یکا داره، قبلا راجبش صحبت کرده بودیم. پس جمع‌بندی یکاهام تو بهترین حالت ممکن انجام بدیم. یک سوال دیگه براتون انتخاب کردم از تمرینات دوره‌ای کتاب درسیتون. میگه ظرفیت خازن تختی 20 نانوفاراد است. بار الکتریکیش هم 180 نانوکولونه. دقت کن، نانوفاراد، نانوکولون، جفتش نانوه. قبوله؟ خب آقا انرژی رو از من خواسته. انرژی ذخیره شده در این حالت چقدره؟ با توجه به اینکه سی داری کیو داری، میری سراغ کدوم رابطه؟ باریکلا، یو میشه 1/2 کیو 2 به سی، 1/2 کیو 2 به سی. برو بریم. آقا توضیح دادم برات، گفتم اگر مثلا این نانو فاراد باشه، اینم نانو کولون باشه که میشه نانو کولون به توان 2. قبوله؟ اینم نانو ژول باشه، همه چی حله. چرا؟ خب این یه نانو به توان 2 درست میکنه. این نانو به توان 2 یکی از نانوهاش با این میره، یکیش هم با این میره. اوکیه، قبوله. یعنی الان مثلا سی تو 20 نانوفاراد نمیخواد بذاری 20 10 به توان منفی، نه اون 20 بذار، راحت کن خودتو بره. اوکی، برو بریم. پس سی رو گذاشتم 20، اینم که 1/2، بارم هم که 180 دیگه 10 به توان منفی 9 نمیخواد، بعد به توان 2 هم برسه دیگه، میشه 180 در 180. خب یکی از این صفر رو با این بره، یکی از این 18 ها با 2 ساده بشه 9، یکی از این 18 ها با 2 ساده بشه 9. 9 تا 81 یه صفر هم داره، 810 نانو ژول. همشون نانویی شدن. قبوله؟ خب قسمت ب میگه بین صفحات خازن هواست. خب یعنی کاش چنده بچه‌ها؟ باریکلا 1. خازن رو از باتری جدا یعنی چی ثابت؟ باریکلا یعنی بار ثابت. و فاصله بین صفحات آن را 2 برابر میکنیم، یعنی دی چند برابر میشه؟ 2 برابر میشه. انرژی ذخیره شده در خازن چقدر افزایش مییابد؟ خب میدونیم سی میشه کا اپسیلون 0 آدیو. کامون که ثابته، آمون که ثابته، دیمون 2 برابر شده. پس این که 1، اینم که 1، اینم 2. پس سی چند برابر میشه؟ 1/2 برابر. رابطه یه عکس بود دیگه. اگر این 1/2 انرژی 2 برابر، ولی می نویسیم که نمره کامل بگیریم. یو میشه 1/2 کیو 2 به سی، 1/2 که هیچی. کیو ثابت نسبتش 1، سی دیدی 1/2 برابر شد، بیاد بالا میشه 2 برابر. بچه انرژی 2 برابر یعنی چی؟ یعنی اگر انرژی اولیه من مثلا یو بوده، الان 2 برابر شده 2 یو. پس چقدر بهش اضافه شده؟ یو بوده شده 2 یو، یه دونه یو اضافه شده. قبوله؟ سوال میگه انرژی ذخیره شده در خازن چقدر افزایش پیدا کرده؟ اگر اول 810 نانوژول بود، الان 2 تا 810 تاست. پس یه 810 نانوژول به انرژیش اضافه شده. ما با این سیستم نسبت خیلی کار میکنیم تو حل تستا. مثلا خوراکمون اینه، ولی الان تو تشریح من خیلی دیگه ورود نمیکنم، خیلی باز نمیکنم. پس انرژی اولی هم 810 تا، الان 2 تا 810 تا،
چقدر اضافه شده؟ یه دونه 810 تا. پس دلتا یو من میشه 810 نانوژول انرژی ذخیره شده در خازن افزایش پیدا کرد. اما بچهای من دو تا درسنامه کوچولو هم توی این اسلاید با هم بررسی بکنیم. ریز نکته است ولی مهمه. خب ببینید فرض کنید یکی از صفحات خازن من مثلا 2 میکروکولونه، اون یکی منفی 2 میکروکولونه مثلا. خب سوال میگه آقا من الکترون از صفحه منفی میکنم به صفحه مثبت میدهم. بار خازن تو باید بگی زیاد میشه یا کم میشه. همین. آقا من اگر الکترون از این بکنم به این بدم، منفی به این دادم، مثلا منفی خیلی کوچولو، قبوله؟ این یک کوچولو کمتر میشه دیگه، مثلا میشه 1.9، اینم منفی. قبوله؟ خب یعنی بار خازن من از 2 شد 1.9 دیگه، یعنی مقدار بار خازنم چی شد؟ کاهش پیدا کرد. حالا سکانس بعدی، این بار الکترون از صفحه مثبت میکنم به منفی میدم. تو همیشه برو ببین به کی دادی. اونی که بهش دادی رو مورد بررسی قرار بده. الان الکترون رو به کی دادی؟ به این صفحه منفیه. چون به این دادی، خب میگه آقا این منفیه، منفی هم بهش دادم، منفی تر میشه، مثلا میشه منفی 2.1، اونم مثلا مثبت 2.1. پس میبینی مقدار بارمون زیاد شد، منفی 2 شد منفی 2.1. پس اینجا میگم بار من افزایش پیدا کرد. پس این یکی از هنرات باید باشه. تو بعضی از سوالا اینجوری میگه، تو باید تشخیص بدی بار زیاد شده یا کم شده. این از این. خب گفتیم این صفحه مثلا مثبت خازنمون باشه، این صفحه منفی، میدان از مثبت به منفی، یه بار مثبت اینجا معلقه. قبوله؟ ام جی مثلا میکشدش پایین بچه‌ها. مثبت هم دوست داره بره سمت صفحه منفی دیگه، نیرو الکتریکی رو به بالاست. یا اینجوری بگو چون بار مثبت، نیرو و میدان همسو، جفتشون رو به سمت بالا. نیرو هم که میشه ایکیو. حالا اگر در حال تعادل باشه ایکیو و ام جی با هم چی ان؟ مساوی میشن. و جای ای میتونی بذاری ویدیوم. چی دیوم؟ ویدیوم. یعنی اینجا ویدیوم کیو مساوی ام جی، بری حلش کن. اینجا هم گذاشتم ویدیوم کیو مساوی ام جی. اما یه نکته دیگه در مورد خود ای صحبت بکنیم. ای بود ویدیوم دیگه، قبوله؟ خب ما میدونیم کریم ساواکی رو بلدیم. اگه جای وی بذارم کیو به سی چه شکلی میشه؟ جای وی میذارم کیو به سی، میشه کیو به سی دی. خب مگه سی خودش نیست کا اپسیلون صفر آدیوم؟ پس اینجا تو سکانس بعدی جای سی چی گذاشتم؟ کا اپسیلون صفر آدیوم. ببینید این دی با این دی خط میخوره، پس کیو بالا میمونه، کا اپسیلون صفر آ پایین. پس تو رابطه ای که ما داریم دیگه دی اهمیتی نداره عزیزای دل من. بعضی وقتا سوال میرن روی این رابطه، نمیخواد حفظش کنی، اثباتش هم تو ذهنت باشه کفایت میکنه. اثباتش چه شکلی بود؟ ای که بود ویدیو، جای وی گذاشتم کیو به سی، جای سی گذاشتم کا اپسیلون صفر آدیوم، دیا با هم رفتن کا اپسیلون صفر آ. خیلی کم ممکنه سوال بیاد، ولی اگر اومد بلد باشی، چون دیگه دی نیاز نداری. بعضی بچه‌ها میگن آقا دی ندارم چجوری حساب کنم؟ این میشه ویدیو. تو خازن این دی خط میخوره، حواست به این نکته باید باشه. خب برای درک بهتر ماجرا بریم سر وقت یک سوال عزیزای من. بزرگی میدان الکتریکی بین صفحات یک خازن تخت برابر 2 ضرب در 10 به توان 5 این رو داده. میگه ثابت دی الکتریکم 10 باشه، مساحتم نیم باشه، بار الکتریکی چقدره؟ اپسیلون صفرم داده، این بر کیو رو از ما خواسته. بچه‌ها دی نداریم، ببین میدان داده ولی دی نداریم. این بود ویدیو. چی دیوم؟ ویدیو. خب وقتی دی نداری بعد بری سمت همون رابطه. جای وی چی میذاشتیم؟ کیو به سی. بعد سی هم بود کا اپسیلون صفر آدیوم، دیا با هم میرفتن، کا اپسیلون صفر آ پایین بود، کیو هم بالا بود. حالا بیا جاگذاری کنیم. میدان چقدر بود؟ 2 ضرب در 10 به توان 5 می‌نویسم. کیو رو که میخوام، کام 10 بود بچه‌ها. اپسیلون صفر هم 10 به توان منفی 11 بود. مساحتم هم نیم بود. قبوله؟ بحث محاسباتش. این نیم بیاد تو 2 ضربچه که میشه 1. این هم تو این ضربچه میشه 10 تا منفی 10. بیاد اینجا تو این ضربچه میشه 10 تا منفی 5. پس کیو من میشه 10 تا منفی 5 کولون و خلاص. خب بچهای عزیز من برسیم به سوالی از اون تیپی که آقا یه باری بین صفحات خازنمون معلقه. وقتی معلقه خب طبیعتا ام جی که رو به سمت پایینه، نیروی الکتریکی به سمت بالایی که معلق. بچه‌ها دقت بکنید، این صفحه منفی باتریمون، این صفحه مثبت باتریمون. پس اینجا میشه صفحه منفی، اینجا میشه صفحه مثبت. حالا اینم اینجا کشیدم. پس این صفحه منفیه، اینم صفحه مثبت. حالا برمیگردم میگم بچه خطوط میدان از مثبت به منفی دیگه.
جهت میدان به سمت پایین، جهت نیرو الکتریکی به سمت بالا. چون جهت میدان و نیرو خلاف جهته، علامت بارمون چیه؟ منفیه. پس این کیو چی بوده؟ منفی بوده. یه جور دیگه هم میشد بگیم آقا این کیو باید منفی باشه. چرا؟ چون ما میخوایم نیرو الکتریکی به سمت بالا باشه دیگه. اگه مثبت باشه مثبت رو دفع میکنیم میاد پایین. این منفی بوده که منفی و مثبت همو جذب کرد، نیرو الکتریکی به سمت بالا شده. اینجوری هم میشد فهمید که این منفیه. ولی به هر ترتیب کیو من منفی. خب تو نیرو الکتریکی ای کیوه، اینم که ام جی. ای کیو و ام جی رو مساوی قرار میدی چون تعادل داری. حالا سوال چی خواسته؟ میگه نسبت جرم به بار، جرم به بار، یعنی نسبت ام به کیو رو میخوام. ام که مثبت بچه‌ها، کیو منفیه. پس حاصل خروجی کار باید یه عدد منفی باشه. حواستون به این نکته باشه. ام به کیو. آقا این کیو رو ضربدری بیار زیر این، جیرم ببر ضربدری زیر اون. ببین پس کیو رو آوردم اینجا شد ام به کیو، این جیرم بردم اون بر شد ای به جی. ای رو ندارم بچه‌ها، ولی اختلاف پتانسیل دو سر باتری رو دارم. پس اختلاف پتانسیل دو سر خازنم دارم. دیرم دارم. جای ای می‌نویسم ویدیو. ویم چقدر؟ اختلاف پتانسیل اینجا چقدر؟ 32/16 میشه 16. دی چقدر؟ 8 سانتی متر که 800. جی چقدر؟ 10. خب 8 با 16 میتونم بزنم بشه 2. این 100 بیاد پایین تو 10 ضرب بشه میشه 1 دهم. 1 دهم هم دور در دور نزدیک در نزدیک بره بالا میشه 0 دیگه، میشه 10. 2 ضرب در 10 میشه 20. قبوله؟ واحدش هم میتونی بنویسی کیلوگرم بر کولون. حالا ننوشتی هم ننوشتی، ما نسبت ام به کیو رو ازمون میخواست که خروجی کار منفی 20 شد. بچهای گل من 2 تا هدیه مجموعه فولیتو برای شما در نظر گرفته. یک، کسایی که با ما همراه میشن این دوره ها رو تا انتها میبینن 500,000 تومان پیش مجموعه فولیتو جایزه دارن. حالا کسایی که با این دوره ها همراه میشن میرن معدل خودشون رو بالای 18 میکنن، اونم به صورت رایگان، یه 500,000 تومان دیگه هم اضافه میشه، یعنی 1,000,000 تومان پیش ما جایزه میگیرن. کارنامه‌هاتون رو برای ما بفرستید، 20 خوشگل و مال خودتون بکنید با فولیتو. با فولیتو. خب بچهای گل من برسیم به یک تیپ سوال دیگه. بحث دلتا نویسی رو اینجا مطرح بکنیم. این تیپ سوال داخل تمرینات دوره‌تون هم اومده، اهمیتش زیاده داخل امتحان، حواستون باشه. اول توضیح بدم بعد سوالو میخونم. آقا کیو میشه سی وی. فرض کنید سی ثابت. من میگم کیو 1 میشه چی؟ سی در وی 1. کیو 2 خب سی که ثابته میشه سی در وی 2. اینا رو بیام از هم کم بکنم. کیو 2 منای کیو 1. کیو 2 سی وی 2 دیگه. کیو 1 هم طبیعتا سی وی 1 دیگه. از سیش فاکتور بگیرم. قبوله؟ این کیو 2 منای کیو 1 رو میتونم بنویسم دلتا کیو. این ور سی رو نگه دارم، اینم بنویسم دلتا وی. قبوله؟ خلاصه کلام آقا رابطه من کیو مساوی سی وی بود. وقتی یه چیزی ثابته، اون چیز ثابت رو نگه دارید، دلتا رو ببرید رو اون چیزهایی که تغییر میکنه. الان این بر کیو تغییر کرد شد دلتا کیو. سی ثابت بود نگهش داشتم، وی تغییر کرد شد دلتا وی. همین سال اگر اینجوری بود، وی ثابت بود، سی تغییر میکرد، چه شکلی میشد؟ خب این بر دلتا کیو داشتم. چی ثابت بود بچه‌ها؟ وی. چی تغییر میکرد؟ سی. پس میشد دلتا سی در وی. اینجوری میشد دلتاش. گرفتید حرف منو؟ پس دلتا نویسی اینه، دلتا رو ببر رو اون چیزی که تغییر میکنه. اینو خب خیلی مفصل داخل دوره های اصلی صحبت میکنیم، تیپ های مختلف، مدل های مختلف. اینجا در همین حد بسنده میکنم دیگه. پس آقا الان سی ثابت بود نگهش داشتم، دلتا رو اینجا بردم رو کیو، اینجا هم بردم رو وی، دلتا کیو شد سی دلتا وی. قبوله؟ خب حالا سوال از این قراره، اگر اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو صفحه یک خازنه 8 میکروفارادی، آقا بس من سی رو دارم، 1 ولت تغییر کند، 1 ولت تغییر کند یعنی دلتا وی رو دارم. میگه تعداد الکترون ها چقدر تغییر میکنه. خب اینکه ببینم تعداد الکترون ها چقدر تغییر میکنه، اول ببینم بار چقدر تغییر میکنه. این سوال دلتا کیو رو از من میخواد. ببین دلتا وی رو داده، دلتا کیو رو میخواد، سی رو هم داده، جاگذاری میکنه. سیم چقدر بود؟ 8 میکرو، پس 8 10 به توان منفی 6. چقدر تغییر کرد؟ 1 ولت. اینه. پس این میشه 8 در 10 به توان منفی 6 کولون چی؟ دلتا کیو. حالا کیو بود ان ای دیگه، فقط چیزی که تغییر کرده رو اینجا میذارم. چقدر تغییر کرد؟ 8 در 10 به توان منفی 6. ان رو میخوام، ای هم 1.6 در به توان منفی 19. 8 رو با 1.6 میزنم میشه 2 دهم. قبوله؟
اینم بدم به این بشه 10 تا منفی 20. بیاد این ور 20 منهای 6 میشه 10 تا 14. 2 هم بیار زیرش میشه 10 به توان 14 دوم. 10 به توان 14 رو بنویس 10 به توان 13 ضرب در 10. اوکی 10 شو با 2 بزن بشه 5 بشه 5 ضرب در 10 به توان 13. اینم بحث محاسباتش. فهمیدی چه اتفاقی افتاد؟ تو بحث محاسباتش شد 10 به توان 14 شکوندمش 10 به توان 13 در 10. 10 شو با 2 زدم شد 5 در 10 به توان 13. پس بحث دلتا نویسی چه وقت ازش استفاده کنیم؟ وقتی دو تا دلتا داشته باشی. این بر ببین دلتا وی داشتی دلتا کیو میخواستی. پس سوال دلتا نویسیه. ولی وقتی یه پارامتر تغییر میکنه دیگه دلتا نیست بچه‌ها. اما چند تا مورد است که میتونه به صورت تعریف کنید از شما بپرسه. بیاید اینجا بررسیش کنیم. آقا شارژ کردن خازن را تعریف بکنید. برای باردار کردن خازن یا به عبارتی شارژ کردن خازن دو سر یک باتری را به دو صفحه خازن چیکار میکنیم؟ متصل میکنیم. وقتی که اختلاف پتانسیل دو سر باتری با اختلاف پتانسیل دو سر خازن برابر شود فرآیند باردار کردن کامل شده. آقا مگه شما نگفتید دو سر باتری اختلاف پتانسیلش با دو سر خازن برابره؟ بله من وقتی رو گفتم که خازن شارژ شده. خازن شارژ نشده به شما سوال نمیدن. گرفتی؟ پس وقتی خازنمون شارژ میشه اختلاف پتانسیل دو سر باتری با اختلاف پتانسیل دو سر خازن اون برابره و این تایم شارژ شدن خیلی کوتاه سریع شارژ میشه. تخلیه خازن. اگر خازن بارداری رو به یک مصرف کننده مثل لامپ متصل کنیم الکترون ها از صفحه منفی به طرف صفحه مثبت منتقل میشوند تا هر دو صفحه خنثی شوند. یعنی باری که تو خودش ذخیره کرده رو به مدار تحویل میده. حالا اینجا اینو بگم بعد بالا میگم. تفاوت خازن و باتری چیه؟ هر جفتشون بار به مدار تحویل میدن. هم باتری بار به مدار تحویل میده هم خازن بار به مدار. این شباهتشونه. ولی تفاوتشون باتری به آهستگی انرژی یا بار رو به مدار تحویل میده. خازن یهویی میده. سریع این بار رو میده. برای همینه مثلا لامپ میخوای روشن کنی وصلش میکنی به باتری ولی مثلا فلاش دوربین میخواد روشن بشه وصل میکنیم به خازن که یهویی یه نور پرنور رو بده و تمام. پس فرقشون رو فهمیدی دیگه. این یکی. تعریف خازن هم بدونیم دیگه اصلا کاربردش چیه. خازن وسیله‌ای است که میتواند انرژی الکتریکی و بار را در خود ذخیره کند و آن را با آهنگ بالایی تخلیه کند یعنی به مدار تحویل دهد. علت به کارگیری خازن در فلاش دوربین چیست؟ اینو بعد براش بنویسید. خازن وسیله‌ای است که میتواند انرژی الکتریکی و بار را در خود ذخیره کند آن را با آهنگ بالایی تخلیه کند. اما برسیم به دستگاه‌هایی که در درون آنها خازن به کار رفته. میکروفون خازنی، صفحه کلید خازنی، کیسه هوای اتومبیل، دستگاه دیفیبریلاتور. اول که خود این 4 تا رو بعد بلد باشید. حالا بریم هر کدوم ببینیم چه جوری کار میکنه. اول میکروفون خازنی. آقا میکروفون همینی که مثلا من دارم باهاش صحبت میکنم. قبوله؟ حتی این خازنی نیست. بذار میکروفون خازنی براتون بیارم. یا این حاشیه‌ها بچه‌ها که ما اینجا داریم اینجا این میکروفون خازنی داره. من وقتی صحبت میکنم توش خازنه. این فاصله صفحات خازن کم و زیاد میشه. وقتی به هم نزدیک میشن ظرفیت خازن زیاد میشه. از هم دور میشن ظرفیت خازن کم میشه. این تغییر ظرفیت بچه‌ها باعث ایجاد سیگنال الکتریکی میشه. این سیگنال الکتریکی توسط آمپلیفایر تقویت میشه و میره رکورد میشه و ادامه داستان. گرفتی؟ پس تغییر ظرفیت، ایجاد سیگنال تقویت سیگنال تقویت میکنه آمپلیفایر رو میره و ضبط میشه. پس این اولی میکروفون خازن. دومی صفحه کلید خازنی. تایپ میکنیم باش. آقا این صفحه کلید من فشارش که میدم خب زیرش خازنه. ظرفیت خازن چی میشه؟ تغییر میکنه. ظرفیت خازن که تغییر میکنه دوباره یه پالسی میفرسته. این پالس توسط پردازنده آشکار میشه بعد میفهمه که تو کدوم کلید رو فشار دادی. چون ظرفیت خازنه چی شد؟ تغییر کرد، یه پالسی فرست. سومی کیسه هوای اتومبیل. در کیسه هوای اتومبیل خازنی وجود داره که ظرفیتش در اثر کم و زیاد شدن سرعت تغییر میکنه. بچه‌ها دورش خط بکشید. در ترمزهای بسیار ناگهانی خب سرعت ناگهان کم میشه. سرعت ناگهان کم میشه، خب این ظرفیت به سرعت ربط داشت دیگه. خب ظرفیت خازن ناگهان کم میشه. پس تو ترمزهای ناگهانی یا ضربات ناگهانی سرعت کم میشه، ظرفیت خازن کم میشه. ظرفیت تغییر میکنه. این تغییر ناگهانی باعث میشه پردازنده کیسه هوا رو فعال کنه. این دوباره یه پالسی میفرسته و این پالس به اون پردازنده میرسه، کیسه هوا رو فعال میکنه و الی آخر.
اما دستگاه دیفیبریلاتور همون دستگاهیه که وقتی بیماری دیگه میره، از دست میره و داره دیگه قلبش لحظات آخر رو سپری میکنه، یه شوک الکتریکی میده و بیمار رو احیا میکنه. در واقع چیکار میکنه؟ شما دیدید کامپیوتر بد کار میکنه، خب میگه آقا بذار یه ریستش کنم درست بشه. این در واقع قلب رو ریست میکنه. یعنی میزنی شوکه رو، قلب یه لحظه وای میسته، بعد ریست که میشه دوباره شروع میکنه، منظم کار میکنه. حالا بریم عملکردش رو با هم بررسی کنیم. میگه در این دستگاه یک باتری خازنی رو چیکار میکنه؟ شارژ میکنه. کفشک ها، همون چیزایی که میزنن، کفشک ها برای بدن بیمار قرار میگیره، بخشی از انرژی خود رو از طریق کفشک به بدن بیمار میده. هدف از این کار این است که قلب به طور موقت از کار بیفتد و در ادامه با آهنگ منظم و طبیعی به کار ادامه بده و ریتم منظم خودشو بگیره. اما بچهای من برسیم به یک سوال از سوالات کتاب درسیتون در مورد دستگاه دیفیبریلاتور، همون که شوک میداد. ظرفیت خازن استفاده شده در دیفیبریلاتور 10 میکروفاراد با ولتاژ 3 کیلوولت هم بچه شارژ شد. اگه تمام انرژی ذخیره شده در بدن بیمار تخلیه شود، یعنی اون کفشک‌ها همه انرژیشون رو بدن به بدن بیمار، تلفاتی نداشته باشه. معمولا خب تلفات داریم، بخشی از اون انرژی کفشک‌ها به بدن بیمار میرسه. حالا ولی اینجا گفتم همش برسه. چند جول انرژی تخلیه شده تو بدن بیماره؟ این یورو میخواد. سی رو دارم، وی رم دارم. کدوم رابطه؟ باری کله. یو میشه 1/2 سی وی 2. بگو 1/2 سی وی 2. خب آقا جاگذاری میکنیم 1/2. این 10 میکروفاراده، میشه 10 در 10 به توان منفی 6. یعنی 10 به توان منفی 5. وی هم که 3 کیلو میشه 3000 دیگه. پس 3000 به توان 2 یعنی 3000 در 3000. بچه‌ها محاسبش 1 2 3 4 5 با این بره. خب شما این سیرم مثلا با 2 ساده کنید بشه 15. 3 تا 15 تا 45 تا. خب بعد چی خواسته؟ گفته اگر تخلیه بار در مدت اینقدر ایتی داده، توان رو میخواد. بچه‌ها انرژی میشه توان ضرب در زمان. انرژی میشه توان ضرب در زمان. شما الان انرژی رو داری، چقدر؟ 45. توان رو میخوای، زمان چقدر؟ 3 میلی ثانیه. پس 3 در 10 به توان منفی 3. آقا 3 رو با 45 بزن. 3 تا 15 تا میشه 45 تا دیگه. اینم بیار اینور. 15 ضرب در 10 به توان 3 وات. واحد توان واته. پس هر موقع بحث توان رو مطرح کرد یاد باشه انرژی میشه توان ضرب در زمان. اسم دیگه توان هم اینه بچه‌ها. توان میشه انرژی به زمان. اینو بیار زیر. خب هر چیزی به زمان میشه آهنگ اون چیز. آهنگ مصرف انرژی میشه همون توان. قبوله؟ پس اگر گفت آهنگ مصرف انرژی چقدر است، یعنی توان چقدر است. اسم دیگه ای توان. خب بچهای گل من برسیم به بحث فروریزش الکتریکی. قبلش نکته. آقا این صفحه مثبت و منفی خازن، اگر به هم بزنم جرقه میزنه، خازن تخلیه میشه. اینو بدون. حالا بیا اینجا. میگه اگه اختلاف پتانسیل دو سر خازن رو افزایش بدیم بچه‌ها، ای بود ویدیوم چی دیوم ویدیوم. شما اختلاف پتانسیل رو زیاد کنی میدان چی میشه؟ باری کلا زیاد میشه. میگه اختلاف پتانسیل رو افزایش دهیم، میدان به قدری زیاد میشود که تعدادی از الکترون اتم های دی الکتریک جدا میشه. وقتی میدان زیاد میشه نیروی زیادی به الکترون ها وارد میکنه دیگه. این نیروی اونقدر زیاده الکترون ها رو میکنه بچه‌ها. خب و مسیرهای رسانایی در دی الکتریک چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. الکترونی که کنده میشه مسیر رسانایی ایجاد میشه. مسیر رسانایی ایجاد میشه که انگار مثلا صفحه مثبت و منفی رو به هم زدی. خازن جرقه میزنه. ادامه. با ایجاد جرقه خازن چی میشه؟ تخلیه میشه. جرقه میتواند باعث سوختن دی الکتریک شود. به این پدیده فروریزش الکتریکی میگن. پس اگر گفت فروریزش رو تعریف کنید همینو براش بنویسید. من توضیح هم برات دادم. حالا اینا همون نقشاییه که تو دی الکتریک به وجود میاد. کتاب درسیتون عکسشو گذاشته. بهش میگیم نقشای لیچنبرگ. قبوله؟ یه ویدیو هم ازش ببینیم. ویدیوشو میخوام یه بار دیگه پلی کنم براتون. خب این ویدیو
ببین این همون نقشای لیچنبرگیه که گفتم، مسیرهای رسانه‌ای که تو دیالکتریک به وجود میاد، اسمش نقشای لیچنبرگ. میبینی؟ الان نورم انداخته که میشه همین تصویر کتاب درسیتون. ببین کتاب درسی از جا نور انداخته که این مسیرها قشنگ مشخص بشه. اما برسیم به آخرین اسلاید و سوال آموزشیمون. بعد از این میریم سراغ سوالات خط به خط. یه سری سوال خط به خط از کتاب درسی میپرسم از اول تا اینجا که قشنگ همه چی دورشو کامل مسلط باشید. بچه‌ها روی خازنی 2 عدد 410 میکروفاراد نوشته شده. این برگرفته از این شکل کتاب درسی دونه. این سوال تو شبه نهایی 1403 اومده. تصویری از یک خازن که روی آن ظرفیت و اختلاف پتانسیل بیشینه قابل تحمل. یعنی آقا نوشته 400 ولت، میگه آقا این خازن رو به بیشتر از 400 ولت بزنی میسوزه. بیشینه قابل تحملش. قبوله؟ حالا اینو تو فصل بعد داریم روی مقاومت ها. قبوله؟ اونجا توان و ولتاژ اسمی یا روی لامپ. خب چیزی که نوشته توان و ولتاژ اسمیه. ولتاژ اسمی بهترین ولتاژیه که اون لامپ باش کار میکنه. اون توانم اینه داستانش، اگر اون لامپو به اون ولتاژ بزنی، همون که روش نوشته، توانش میشه همونی که روش نوشته. به ولتاژ دیگه ای بزنی دیگه اون توانی که روش نوشته نخواهد بود که حالا تو فصل بعدی مفصل صحبت میکنیم. ولی اینجا حواستون باشه رو خازن اعدادی که نوشته هم سوال امتحان نهایی شد هم شبه نهایی. که حالا امسال نهایی نیست. ما 2-3 روز پیش فهمیدیم که نهایی نیست. اولش که من شروع کردم ضبط این جلسه رو نهایی بود. الان که دارم تموم میکنم دیگه میدونیم که نهایی نیست فیزیک. برای همین از یه جای ادبیات من تغییر کرد، گفتم داخل امتحانتون میاد فلان. اوایلش میگفتم داخل امتحان نهایی میاد. حالا به هر ترتیب ما چیزی که ضبط کردیم کامله. شما امتحان نهایی بدی، امتحان مدرسه بدی، کشوری بدی، هر مدلی که بدی 20 مال تو خواهد بود. خفن‌ترین کاری که میشد کرد رو برات انجام دادم. پس آقا اینجا به 401 وصلش کنم سوخته. این تهش 400 ظرفیتش هم که 10 میکروفاراد. نوشته مفهوم عدد 400 ولت چیست که شما می‌نویسی که اختلاف پتانسیل بیشینه قابل تحمل خازن. حد اکثر انرژی الکتریکی میتوان در این خازن ذخیره کرد. خب این چون ولتاژ بیشینه از سی شم دارم، از کدوم رابطه میرم؟ باریکلا. یو میشه 1/2 سی وی 2. جاگذاری میکنم 1/2. سیم چقدر بچه؟ 10 میکروفاراد. 10 در 10 به توان منفی 6 میشه 10 تا منفی 5. ویم هم که 400، 400 در 400. خب میام میگم بچه های من 1 2 3 4 با این بره بشه 10 تا منفی 1. قبوله. 4 با این بره بشه 2 2 4 تا 8 تا یه رقم اشار داره میشه 8 ژول. اینم از این. اما عزیزای دل من برسیم به بحث بعدیمون، سوالات خط به خط کتاب درسی. خط به خط کتاب درسی تو میبرم زیر ذره بین، هر چی که میشه بپرسیم و میپرسیم، به اوج تسلط میرسیم توی این قسمت. حواست باشه فقط از اینجا به بعد روی کرده ما، تمرکز ما روی سوالات غیر محاسباتی. محاسباتی ها رو که تو قسمت قبلی کار کردیم دیگه. اوکی ماشاءالله. درستی یا نادرستی تعیین کنید. یه تیپ سوال بسیار پرتکرار در امتحانات نهایی. میگه یک کولون مقدار بار کوچکی است. درسته یا غلطه؟ باریکلا غلطه. کولون مقدار بار بزرگی بود. 1 فاراد هم توضیح دادم. ظرفیت خازن بزرگی یا کوچکیه؟ باریکلا بزرگ بود. خازنایی که تو صنعت بودن میلی فاراد تا پیکو فارادن. پس فاراد بزرگه، کولون هم بزرگه. حواست باشه. پس این غلط. جسمی که تعداد الکترون هایش کمتر از تعداد پروتون هایش می شود، منفیش کمتر، پس باره بعد مثبت باشه. بار الکتریکی خالص مثبت. آقا این صحیحه. نامگذاری بار به صورت مثبت و منفی تنها راه بود؟ نه. مثبت و منفی انتخاب کردم که اگه تعداد مثبت و منفی برابر باشه، مثلا مثبت 2 میکروکولون و منفی 2 میکروکولون جمع میشن، بارش میشه 0. 0 بودن به معنای خنثی بودن میشد، خوشگل‌تر میشد. وگرنه میتونستم مثبت رو بذارم اصغر، اینو بذارم فاطمه. قبوله؟ ولی تعداد اصغر و فاطمه ها برابر میشد مفهوم خاصی نداشت. پس این یه مزیت داشت وقتی مثبت و منفی نامگذاری میکردن. تنها راه نبود. اجسام با بار مثبت یکدیگر رو جذب میکنن. باریکلا مثبت همو دفع میکنن. همناما همو دفع میکنن. پس آقا این که غلط بود، اینم غلطه. بار الکتریکی در
ماده همواره کمیت پیوسته؟ نه، کمیت کوانتومی بود، کوانتومی گسستن. آقا بار من میتونست معادل بار 1 الکترون باشه، 2 الکترون باشه، 3 الکترون باشه، ولی 2.5 معنی نداشت، 2/3 معنی نداشت، 3.5 معنی نداشت، فقط اعداد صحیح. پس این که پیوسته غلطه، که نمیتواند کمتر از بار الکتریکی پایه باشه. این که دومش درسته، ولی که اولش غلطه، کلا غلط میشه. با مالش یک میله شیشه‌ای به پارچه ابریشمی. بچه‌ها میله شیشه‌ای بار چی پیدا می‌کرد؟ باریکلا، گفتیم میله پلاستیکی بار منفی، میله شیشه‌ای بار مثبت. پس میله شیشه‌ای بار مثبت پیدا میکنه، پارچه ابریشمی بار منفی. الکترون از میله شیشه‌ای به پارچه ابریشمی، بله دیگه، اونی که مثبت میشه در واقع الکترونش رو میده به اونی که منفی میشه. پس الکترون از میله شیشه‌ای به پارچه ابریشمی منتقل میشود. صحیح است. در سری الکتریسیته مالشی، همون سری تریبو الکتریکو میگه، پلاستیک از پشم به انتهای مثبت نزدیکتر است. آقا گفتیم پلاستیک بارش چی میشه؟ منفی میشه. قبوله؟ پس به چیز منفی نزدیکتره، نه به مثبت. پس اینم غلطه. پس اینکه گفته به انتهای مثبت، اگه میگم انتهای منفی درست میشه. ایجاد بار به روش القا مختص رسانه هاست. بله. ببین خطکش پلاستیکیه بود، کاغذ رو جذب میکرد ولی توش بار درست نمیکرد. حواست باشه، باردار کردن به روش القا ویژه رسانه هاست. خب بس اینم بر اثر مالش دو جسم خنثی که به انتهای منفی سری الکتریسیته مالشی نزدیک هستن، بار دو جسم منفی میشه. مگه میشه بار دو جسم منفی بشه؟ یکی منفی میشه، یکی مثبت. اونی که نزدیکتره به سر منفی میشه، اونی که دورتر مثبت میشه. در اثر مالش دو جسم الکترون تولید می شود؟ نه، الکترون از جسمی به جسم دیگه منتقل میشه، الکترون تولید نمیشه. بزرگی میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار در هر نقطه با اندازه بار ذره نسبت مستقیم دارد. بله، ای بود چی؟ کا کیو به روی آر به توان 2. درسته؟ پس این میدان با اندازه بار رابطه مستقیم داره. بزرگی میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار با فاصله از آن رابطه عکس دارد. اینجا بعد میگفت مجذور فاصله رابطه عکس داره. میبینی با R2 رابطه عکس داره، پس این غلطه. این فاصله این غلط میشه. بردار میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار همواره در جهت نزدیک شدن به آن است. نه دیگه، اگر منفی باشه به منفی وارد میشدیم، اگر مثبت بود از مثبت خارج میشدیم. پس اگر اینجا میگفت منفی، این درست میشد، ولی الان گفته یه ذره باردار، دیگه اینو نمیتونیم بپذیریم. یکای میدان الکتریکی در SI کولون بر متر مربع. خب ما اومدیم گفتیم آقا F میشه EQ، درسته؟ این که نیوتن بود، اینم چی بود؟ کولون بود. یه نیوتن بر کولون داشتیم، یه دونه هم ای گفتیم میشه ویدیوم. چی دیوم؟ ویدیوم. آقا این ولت بر متر، کولون بر متر مربع نداشتیم، پس اینم غلط. وجود میدان در هر نقطه وابسته به وجود بار در آن نقطه است. نه، بار من اینجاست، یه میدانی اطرافش درست میکنه. آقا تو این نقطه میدان دارم، من بارم، اطرافم میدان درست میکنم، تو این نقطه میدان دارم، حالا چه بار اینجا باشه چه نباشه. پس وجود بار در هر نقطه وابسته، وجود میدان در هر نقطه وابسته به وجود بار در آن نقطه است، اینم غلط. اما بعد وقتی میگوییم باتری 12 ولت است، یعنی پتانسیل پایانه مثبت 12 تا از پتانسیل پایانه منفی بیشتره، یعنی ولتاژ سر مثبت اون 12 است. نه، غلط. چه وقت ولتاژ سر مثبت 12 میشه؟ آفرین، وقتی ولتاژ سر منفی رو 0 بگیریم. دونه دونه اینا رو توضیح دادم و برای همین سریع رد میشم. میدان الکتریکی خالص درون یک رسانه که با عایقی از اطراف خود جدا شده است 0 است. بله، تو شکم رسانه بار اضافه نمیموند، سطحش پخش میشد، میدان هم داخل شکم رسانه 0 بود. این صحیحه. پس این غلط بود، این صحیح شد. اگر بار مثبت را به داخل یک استوانه رسانه‌ای تو خالی بدهیم، استوانه رسانه، بار سطح داخلی مثبت و بار سطح خارجی منفی می شود. نه، حتی بدهیم درسته، چون حالت
القاطوره. اگر میگفت تماس بدیم، تمام این بار مثبت میرفت رو سطح خارجی پخش میشد. قبوله؟ ولی الان تماس ندادیم، گفته بار مثبت رو به داخل این میبریم، این مثبت ها میان رو سطح خارجی، منفی ها میان داخل. شبیهش رو براتون حل کرده بودم. پس بار سطح داخلی مثبت میشه، بار سطح داخلی منفی میشه اگه القا میخوای حساب کنی. پس باز تحت هر حالت این غلط میشه. بار الکتریکی اضافه داده شده به یک رسانه که به طور الکتریکی از محیط اطراف خود با عایق جدا شده است روی سطح خارجی آن قرار میگیرد. آره دیگه گفتیم بار اضافه روی سطح خارجی پخش میشه. تراکم بار الکتریکی در نقاط نوک‌تیز بیشتر از نقطه‌های دیگر است. بله، تراکم بار تو نقاط نوک‌تیز بیشتر بود. میدان هم اونجاها، اطراف اونجاها قوی‌تر بود. ظرفیت خازن به بار ذخیره شده در آن وابسته است. نه، ظرفیت خازن به چی وابسته بود؟ سی بود، کا اپسیلون صفر رادیوم. قبوله؟ این که دی‌الکتریک داره یا نداره؟ مساحت و فاصله بین صفحات. گرفتی؟ به اینا وابسته بود. ما میگفتیم Q مساوی است با CV، کریم ساواکی. آقا این C به Q و V وابسته نیست. مادامی که اینا تغییر نکنن C عوض نمیشه. جهت میدان الکتریکی در خلاف جهت نیروی وارد بر بار آزمون در آن نقطه است. اگر منفی بود خلاف بود، بار آزمون چون مثبته این غلط میشه. این هم از این. آقا 22 مورد رو صحیح غلط با هم بررسی کرد. اما یه تیپ سوال دیگه ای که معمولا داخل امتحانات میبینید سوالات جاخالیه. جاخالی میذاره میگه آقا جاخالی رو پر کن. بعضی وقتا اون بالا یه باکسی میده، مثلا 7 8 تا میذاره توش، میگه جاخالی رو با این 7 8 تای بالا پر کن. بعضی وقتا جاخالیه رو میده، 2 تا گزینه میذاره، میگه از این 2 تا گزینه یکی رو انتخاب کن. دیگه سخت ترین حالتش اینه که هیچی نمیذاره، تو خودت باید جوابشو بدی. قبوله؟ اول سخت‌تر رو بگیم، بعد حالا آسان‌ترا رو با هم بررسی کنیم. میگه بار الکتریکی به وجود نمیاد، از بین نمیره. به این بیان چی میگن؟ پایستگی. ما 2 تا اصل داشتیم دیگه، اصل پایستگی بار، اصل کوانتومی بودن بار. این اصل پایستگی بار بود. بار به وجود نمیاد، از بین نمیره، از جسمی به جسم دیگه منتقل میشه. خب بار الکتریکی جا خالی از یک بار پایه است. مضرب صحیحی از یک بار پایه است. قبوله؟ که به آن بار بنیادی میگیم. میتونه معادل بار یه الکترون باشه، 2 الکترون باشه، 3 تا باشه، ولی 3.5 تا معنی نداشت. برای همین مضرب صحیح. نوع باری که دو جسم بر اثر مالش پیدا میکنن به جنس آنها بستگی دارد. با توجه به جنس میرفتی مثلا آقا تفلون من پشم میرفتی تو سری پیداشون میکردی، حالا داستان مشخص میکردی. اونی که به سر مثبت نزدیکتر بود مثبت میشد، اونی که به سر منفی نزدیکتر بود منفی میشد. نوع بار یک جسم باردار را به کمک میتوانیم به کمک الکتروسکوپ تعیین کنیم. آقا 3 تا کاربرد الکتروسکوپ چی بود؟ یکی این که اصلا باردار بودن یا نبودن رو مشخص کنیم، نوع بار رو مشخص کنیم، مثبت منفی خنثی چجوریه، سومی باریکلا رسانا یا نارسانا بودن. خود این 3 تا کاربردش باید تو ذهنت باشه. بر اثر مالش دو جسم، جسمی که الکترون خواهی فلان دارد الکترون از دست میدهد. خب اون که الکترون خواهی بیشتر داشت الکترون رو میگیره، به دست میاره، چون این از دست داده الکترون خواهیش کمتر بوده. اگه الکترون خواهیش بیشتر بود الکترون رو میگرفت، حالا کمتر بوده که داده. حالا همین میگفت الکترون دهی، اونی که الکترون دهیش بیشتره الکترون از دست میده. خب اندازه بار یک الکترون دقیقاً برابر اندازه بار یک پروتون است. از نظر مقداری مساویه، یکی مثبت یکی منفی. نیروی الکتریکی که 2 ذره باردار بر یکدیگر وارد میکنند جا خالی و در جهت مخالفه. همراستا بود و در جهت مخالف که راجع بهش صحبت کردم. گفتم اگر نیروی 1 به 2 مثلا مثبت 2 آی باشه، نیروی 2 به 1 میشه منفی 2 آی. خب پس این همراستا. یک بار الکتریکی در هر نقطه از فضای اطراف خود خاصیتی ایجاد میکنه که به آن میدان الکتریکی میگوییم. تعریف میدان الکتریکی بود دیگه. نیروی وارد بر بار الکتریکی مثبت آزمون بار مثبت آزمون واقع در میدان الکتریکی با آن میدان، خب ما گفتیم F میشه EQ. چی Q؟ EQ. اگر این مثبت باشه این و این همسوان یا همجهت. خط میدان الکتریکی در هر نقطه همجهت با نیروی وارد بر
بار مثبت در آن نقطه است، یا بار آزمون، یا بار مثبت یا بار آزمون. اوکی. در هر نقطه بردار میدان الکتریکی مماس بر خط میدانه. اینم توضیح داده بود. و همجهت. انرژی پتانسیل بار الکتریکی Q با حرکت در جهت میدان افزایش پیدا میکنه. به زور بوده. آفرین. این خط میدان من اگر باشه، این باره باید منفی باشه. منفی خود به خودش خلاف جهت میدان بود، به زورش در جهت میدان بود. پس باید بار منفی بوده باشه که در جهت میدان به زور باشه و دلتا یو مثبت باشه و انرژی پتانسیل افزایش پیدا کنه. اگر عمود بر خطوط میدان بار را جابجا کنیم، انرژی پتانسیل الکتریکی بار ثابت میمونه یا تغییری نمیکنه. نسبت تغییر انرژی پتانسیل به فلان ذره مستقل از نوع و اندازه بار الکتریکی است. بچه‌ها این تعریف پتانسیل بود. ما میگفتیم دلتا یو میشه کیو دلتا وی. شما اینو بیار زیر این. دلتا وی چی میشد؟ میشد دلتا یو به کیو. نسبت تغییر انرژی پتانسیل به بار ذره مستقل از نوع و اندازه بار الکتریکی است که میگفتیم آقا تغییر پتانسیل به بار ربطی نداره، ولی تغییر انرژی پتانسیل به بار ربط داره. ما راجع به مفصل صحبت کردیم. برای این فقط در جهت خط میدان میرفتیم پتانسیل کم میشد، خلاف جهت خط میدان پتانسیل زیاد میشد. برای علامت دلتا یو به زور و خود به خود که بار مثبت خود به خودش در جهت میدان بود، دلتا یو منفی میشد. بار منفی خود به خودش خلاف جهت میدان بود، خلاف جهت میدان میرفت، دلتا یوش مثبت، دلتا یوش منفی میشد، خود به خودش خلاف جهت میدان بود. اما بعد وقتی یک جسم بار الکتریکی داده میشود، بار در محل داده شده باقی میمونه. کدوم بود؟ باریکلا. ما اگر بار رو به رسانا میدادیم تو کل سطح پخش میشد، ولی اگر به نارسانا میدادیم همونجا میموند که دکتر آوردن گفتن دکتر این بار رو میذارن روت، همینجا میمونه، تکون نمیخوره. پس این نارساناست. میدان الکتریکی خالص در جا خالی جسم رسانه باردار صفره. گفتیم تو شکمش صفره، درونه، یا شکم که نباید بنویسید، در درون جسم رسانه باردار صفر است. تو شکم رسانه نه بار اضافه میموند نه میدان هم صفر بود. اما بعدی مهمه بچه‌ها، میگه خازن وسیله‌ای است که میتواند دو تاه هم بار تو خودش ذخیره کنه هم انرژی، بار الکتریکی و انرژی الکتریکی رو در خود ذخیره کنه. کولون بر ولت معادل یکای چیه؟ آقا کریم ساواکی رو بیار تو ذهنه. خب آقا این که کولونه، اینو که میخوام، اینم که ولت، اینو بیار زیر این. پس کولون بر ولت میشه یکای سی که گذاشتیم اسمشو فاراد. پس معادل چیه؟ فاراد. حله؟ اما بچهای گل من برسیم به تیپ سوال بعدی، اونو هم با هم بهتره کنیم. میگه کلمه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب بکن. ببین دو تا داخل پرانتز، یکشو بعد انتخاب کنی تو این جا خالیه بذاری. مجموع جبری همه بارهای الکتریکی در یک دستگاه منزوی ثابت است بچه‌ها. اگه بخواد صفر باشه باید اون خنثی باشه. پس این ثابت. نیروی الکتریکی که دو ذره باردار به یکدیگر وارد میکنند، نوشته همجهت خلاف جهت. آقا نیروی الکتریکی که وارد میکنه خلاف جهت بود دیگه. F1 به 2 با 2 به 1 مقدار مساوی، جهت ها مخالف، پس خلاف جهت. اگر فقط اندازه یکی از بارهای الکتریکی دو برابر شود، اندازه نیروی الکتریکی بین دو بار، خب ما میگفتیم F میشه K Q به روی R به توان 2. اینو نسبتش کن. نسبت F نسبت Q نسبت Q نسبت R به توان 2. آقا یکی از بارا تغییر نکرده، پس نسبتش میشه 1. یکی از بارا 2 برابر شده، این فاصله هم تغییر نکرده، پس میبینی نیرو چند برابر شد؟ 2 برابر شد. پس این 2 برابر. هرگاه یک بار الکتریکی منفی را در خلاف جهت میدان جابجا کنیم، انرژی پتانسیل آن، آقا بار منفی خود به خودش خلاف جهت میدان بود، چون خود به خود دلتا یو منفی میشه، انرژی پتانسیل کاهش پیدا میکنه، این کاهش میشه. اگر علامت کار میدان روی بار الکتریکی باشد، انرژی پتانسیل کاهش پیدا میکنه. آقا چون انرژی پتانسیل کاهش پیدا کرده، دلتا یو منفیه، کار نیروی میدان مثبته، پس علامت گاهی باید مثبت باشه.
چون دوتا مقداراشون مساوی بود دلتا یو و کار نیروی میدان، علامت ها قرینه ای هم. اگر بار الکتریکی مثبت در جهت میدان الکتریکی حرکت کند، انرژی پتانسیل الکتریکی آن بار مثبت در جهت میدان خود به خود دیگه. آفرین. انرژی پتانسیل کاهش پیدا میکنیم. اینجا می‌نویس کاهش. عامل شارژ بار الکتریکی بین دو نقطه از مدار وجود چی بود؟ اختلاف پتانسیل که مثال سده رو برات زدم. وقتی اختلاف ارتفاع داشتیم آب می اومد. وقتی همه ارتفاع میشد دیگه جریانی برقرار نبود. پس اختلاف پتانسیل. بار الکتریکی داده شده به یک جسم رسانا در سطح خارجی. اینکه داخلیه خارجی. اینم از این. اما قسمت بعدی تعریف کنید های مهم الکتریسیته ساکنه بچه‌ها. میگه بار بنیادی را تعریف کنید. اندازه بار منفی الکترون دقیقاً برابر اندازه بار مثبت پروتونه. این مقدار را بار بنیادی میگوید که برابر 1.6 در 10 به توان منفی 19 کولونه. اگر گفت بار بنیادی رو تعریف کنید اینو بنویسید. بعدی پایستگی بار در یک سامانه منزوی جمع جبری بارها ثابت است، یعنی بار به وجود نمیاد، از بین نمیره، فقط از جسمی به جسم دیگه منتقل میشه. باری کلا کوانتیته بودن بار همواره بار الکتریکی مشاهده شده جسم مضرب درستی از بار بنیادی است، همون Q مساوی است با NE. این مضرب درست میتونه مضرب صحیح هم باشه. مضرب صحیحی از بار بنیادی است. حواست باشه هم جا خالی میتونه بیاد، هم صحیح غلط میتونه بیاد، الی آخر دیگه همه مدلشو بررسی کردیم. قانون کولون اندازه نیروی الکتریکی بین دو بار که در راستای خط واصل آنها اثر میکند با حاصل ضرب بارها رابطه مستقیم با مربع فاصله. مربعشو فراموش نکنید. یا تو صحیح غلط اگر گفت با فاصله نسبت بارون دارد غلطه، با مربع فاصله نسبت بارون دارد. تعریف میدان الکتریکی یک نواخت. میدان یک نواخت میدانی است که جهت و فاصله خطوط میدان تغییر نکند. بیا بعدی میدان الکتریکی رو بیا تعریف کن. بارش اضافه است. میدان الکتریکی خاصیتی است که در فضای اطراف ذره باردار به وجود می آید و باعث میشه که به بارهای اطراف نیرو وارد بشه. بعدی نحوه محاسبه مقدار میدان الکتریکی را توضیح دهید. آقا مگه F نبود EQ؟ چی Q؟ EQ. تو اگر ای رو بخوای اینو بیار زیر ای. F تقسیم بر Q. میگیم ابتدا بار آزمون رو در نقطه مورد نظر قرار میدهیم. بچا مقدار باره رو میدونیم، تیک میزنه. خب نیروی وارد بر آن رو اندازه‌گیری میکنیم. خب پس مقدار نیرو رو هم میدونیم. اگر نیرو رو بر بار تقسیم بکنیم به میدان میرسیم. میدان الکتریکی در آن نقطه حاصل تقسیم نیرو بر باره. اوکی برو بعدی. فروریزش. اگر اختلاف پتانسیل گفتیم ای بود چی؟ ویدیوم. اگر شما اختلاف پتانسیل رو زیاد بکنی میدان زیاد میشه. میدان که زیاد میشه تعدادی از الکترون های اتم دی الکتریک چی میشن؟ جدا میشن. مسیرهای رسانه‌ای در دی الکتریک چیکار میکنن؟ ایجاد میکنن. به این مسیرهای رسانا چی میگفتیم؟ خطوط لیچنبرگ میگفتیم. با ایجاد جرقه خازن تخلیه میشه. جرقه میتواند باعث سوختن دی الکتریک شود. به این پدیده فروزش الکتریکی میگیم. همیشه هم یادتون باشه اگه صفحه مثبت و منفی خازن رو به هم بزنید جرقه میزنه. هر چقدر که انرژی ذخیره شده در خازن بیشتر باشه این جرقه‌ای که میزنه جرقه بزرگتریه. پس اگر مثلا سوال داد گفت در کدام خازن جرقه ایجاد شده جرقه بزرگتریه، شما باید بگی که اونی که انرژی ذخیره شده درش بیشتره. چیه ذخیره شده؟ انرژی. نبارا انرژی ذخیره شده بیشتر. وقتی به هم میزنی صفحه مثبت و منفی جرقه قوی تر. اختلاف پتانسیل الکتریکی. آقا دلتا یو بود چی؟ کیو دلتا وی. ما میخوایم اینو تعریف کنیم. خب پس بیار اینو زیر این. به نسبت تغییر انرژی پتانسیل به بار الکتریکی که مستقل از علامت و مقدار بار است اختلاف پتانسیل الکتریکی میگوییم. میدونیم دیگه اختلاف پتانسیل به بار ربطی نداشت ولی تغییر انرژی پتانسیل به بار ربط داشت. برای پتانسیل میگفتیم اگر در جهت میدان بریم پتانسیل کم میشه، خلاف جهت میدان پتانسیل زیاد میشه. برای انرژی پتانسیل چی میگفتیم؟ به زور خود به خود بریم کم میشه، به زور بریم زیاد میشه. خود به خود بار مثبت در جهت میدان بود، خود به خود بار منفی باری کلا خلاف جهت میدان بود. اینم از این. اما یه سری سوالای تشریحی که باز بررسی کردیم و یه بار دیگه اینجا میپرسم براتون دوره بشه. چرا وقتی روکش پلاستیکی را روی یک ظرف غذا میکشید آن را در لبه‌های ظرف فشار میدهید روکش در جای خود ثابت باقی میماند؟ این همون سلفون روکش پلاستیکی
که میگفتیم آقا سلفون یا همون روکش پلاستیکی از مواد پلیمری ساخته شده که با تماس با دست انسان بار منفی پیدا میکنه. این بار منفی وقتی میکشیمش رو تو سطح ظرف بار مثبت القا میکنه، منفی و مثبت همو جذب میکنن، قشنگ فیت ظرف میشه. دو اصلی که در مورد بارهای الکتریکی وجود دارد، باریکلا، اصل پایستگی، اصل کوانتیته بودن، جفتش هم باید بتونی تعریف کنی که دیگه همین الان تعریف کردم برات دیگه. برای اینکه انرژی خازن را مشاهده کنیم چه روشی پیشنهاد میکنیم؟ دو روش. روش اول، آقا مثبت و منفی خازن رو بزن به هم صفحاتو، جرقه میزنه انرژیشو مشاهده. یا بیا خازن رو وصل کن به یه لامپ. برای اینکه انرژی ذخیره شده در خازن رو مشاهده کنیم کافی است دو سر یک خازن پر شده را به دو سر لامپ وصل کنیم. دو سر خازن وصل شه به دو سر لامپ. به شرطی که ظرفیت و اختلاف پتانسیل خازن به اندازه کافی زیاد باشد، لامپ برای مدتی روشن سپس خاموش. آقا چرا خاموش؟ خب خازن یه باری تو خودش ذخیره کرده، اونو میده به مدار. وقتی خازن خالی شد خب لامپ هم خاموش میشه دیگه، باری نداره که به مدار بده. بعد قاعده های رسم خط میدان الکتریکی رو نام ببرید. 4 مورد که آقا من خود اسلایدی که تو درسنامه بود آوردم که شکلاش هم با هم دوره کنیم، فقط به نام بردن اکتفا نکنیم. میدان در هر نقطه برداری است مماس بر خطوط میدان و همجهت با آن. میبینید دیگه، هر جا مماس رسم کنیم میشه میدان. هرچه خطوط فشرده تر باشن و تعدادشون بیشتر باشن میدان تو اون نقطه قوی تره. الان اینجا میدان قوی تره، اینجا میدان ضعیف تره. اینجا نگاه کن تعداد خطوط بیشتره، میدان قوی تره، اینجا میدان ضعیف تره. در آرایشی از بارها خطوط میدان از بار مثبت شروع به بار منفی ختم میشه یا از بار مثبت خارج به بار منفی وارد. خطوط میدان همدیگر رو قطع نمیکنن، یعنی از هر نقطه از فضا فقط یک خط میدان عبور میکنه که همان میدان الکتریکی خالص است. که الان جلوتر هم همینو پرسیدم، چرا خطوط میدان همدیگر رو قطع نمیکنن؟ فکر کنم سال بعدیه. این نه، همین. به نظر شما چرا خطوط میدان الکتریکی برای هرگز یکدیگر رو قطع نمیکنن؟ چون آقا در هر نقطه از فضا فقط یک میدان برآیند داریم. و تو هر نقطه، تو همه میدانا رو که برآیند بگیری یه جهت داره دیگه. جهت خودت هم جهت اون میدان برآیند است. تو یه نقطه نمیتونی دو تا میدان برآیند داشته باشی. قبوله؟ نه. این یکی با توجه به شکل توضیح دهید چرا یک میله باردار خرده های کاغذ را میرباید. خب نوشتیم میله شیشه باردار در فضای اطراف خودش میدان الکتریکی ایجاد میکنن و مولکول های کاغذ در میدان الکتریکی در اثر القا قطبیده میشن. به چه معنا؟ بذار من اینو بزرگ کنم. گفتیم کاغذ الکترون آزاد نداره بچه‌ها، ولی مراکز مثبت و منفیش یکم جابجا میشن. اگر این میله شیشه‌ای بار مثبت داره، منفیای کاغذ یه کوچولو بهش چی میشن؟ نزدیک میشن. همین مثبت و منفی یه جاذبه بینشون برقرار میشه و جذب میشه. چرا مثبت و منفی این شکلی شدن؟ به خاطر القا. اینجا هم نوشتیم میله شیشه باردار در فضای خودش میدان الکتریکی ایجاد میکنه، مولکول های کاغذ در میدان الکتریکی در اثر القا قطبیده میشن. حالا اون اولش هم ننوشتیم میدان تولید میکنه، اینا مهم نیست، ولی بنویسی کامل تره. چون بار میله مثبت است پس سر منفی کاغذ در مقابل میله قرار میگیره. منفیا میان روبروی مثبتا، بین اینا یه جاذبه برقرار میشه و کاغذ جذب میشه. که حتی توضیح دادم اگر آبم بیایم بررسی بکنیم، آبم با همین داستان باریکه آب جذب میله میشد، میله باردار که ویدیوشو بهتون نشون دادم. در مورد رسانه هم حرف زدم که حالا دیگه یه مقدار فراتر از لول امتحانه. اما آزمایش های مهم فصل الکتریسیته ساکن، اینا رو هم با هم بررسی کنیم. یکی از سوالای دو تا از سوالایی که تو امتحاناتون مطرح میشه بچه همیشه آزمایش کنید. میگه به کمک دو نی پلاستیکی و پارچه پشمی آزمایشی طراحی کنید که مشخص کنند دو جسم باردار به هم نیرو وارد میکنن. بچه دو نی پلاستیکی، پلاستیک چی میشد؟ بار منفی. خب ببین پس هر دوی اینا چی هم؟ پلاستیکی هم. وقتی مالش بدیم با پارچه پشمی فرق نمیکنه، این منفی میشه اینم منفی میشه، جفتش بس مالش دادیم، همین منفی شد همین منفی. منفی و منفی همو چیکار میکنن؟ دفع میکنن. پس الان داره نشون میده که دو تا جسم باردار به هم نیرو وارد میکنن، هر جفتشون منفی شدن همو دفع کردن. اینجا هم نوشتم مطابق شکل دونه پلاستیکی را از نزدیکی یک انتهای آن خم میکنیم، سپس آنها را با پارچه پشمی مالش میدهیم. با این کار با توجه به
سری تریبو الکتریک هر دونه بار منفی پیدا میکنن. اگر دونه را مانند شکل به هم نزدیک کنیم نیروی دافعه بین آنها را حس میکنیم و نشون دادیم که چی شد؟ دو جسم باردار به هم نیرو وارد میکنن. پس آزمایشی طراحی کنید که اینو نشون بده، میتونید این بنویسید. خب این یکی. آقا این کدوم آزمایش بود؟ آزمایش بود که نشون میداد هر چقدر از ذره باردارمون دورتر بشیم میدان ضعیفتر میشه. آقا اینجا نزدیکتره به این جسم باردار، میدان قویتره، شعله‌اش هم منحرف شده. قبوله؟ اینجا دورتره، میدان ضعیفتره، شعله‌اش هم منحرف نشده. میگه با دو شمع، مولد واندوگراف، یک خطکش، یک آزمایش طراحی کنید که نشان دهد با افزایش فاصله میدان الکتریکی کاهش می‌یابد. باز همین توضیحش اینجا براتون نوشتم. خب باز این یکی که فیلمش هم براتون نشون دادم دیگه، 2-3 تا فیلم از این قسمت نشون دادم. میگه با استفاده از بذر چمن، ورقه آلومینیومی، ظرف شیشه‌ای مناسب، روغن مایع، سیم‌های رابط و مولد واندوگراف آزمایشی برای مشاهده طرح خطهای میدان الکتریکی در اطراف دو بار الکتریکی رو طراحی کنید. گفتیم خطوط میدان دیده نمیشن، چیکار کنیم دیده بشن؟ این کارو بکنیم. میومدیم روغن میریختیم داخل ظرف شیشه‌ای، مقدار روغن میریزیم. خب ورقه های آلومینیوم به صورت 2 گوله کوچک. چرا 2 گوله کوچک؟ چون گفتش آقا 2 تا بار نقطه‌ای که شبیه 2 تا بار نقطه‌ای بشه. 2 گوله کوچک هم اندازه در می آوریم. سپس آنها را با سیم‌های رابط به پایانه‌های خروجی مولد واندوگراف وصل می‌کنیم. واندوگراف به اینا بار میده، به این 2 تا گوله. خب مولد را روشن می‌کنیم که به اینا بار بده. مقداری بذر چمن در فضای بین 2 گوله میپاشیم. که دیدی وقتی بذر چمن‌ها رو میپاشیدیم، این بذر چمن‌ها دقیقاً شکل خطوط میدان رو به خودشون میگرفتن. سمتگیری دانه‌های بذر در اطراف 2 گوله طرح‌های خطوط میدان الکتریکی را نشان میدهد. باز اگر تو ذهنت نبود برو فیلمی که برات گذاشتم و ببین، قشنگ اون فیلم نشون میده داره چه اتفاقی میفته. حله؟ پس روغن ریختیم، 2 تا آلومینیومیا رو چیز کردیم، گوله کردیم، واندوگراف رو بهش وصل کردیم، بذر چمن رو ریختیم، دیدیم که خطوط میدان، یعنی اون بذر چمن‌ها شکل خطوط میدان رو به خودشون گرفتن. اما بعد آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد بار روی سطح خارجی رسانه قرار میگیرد. خب باز اینم براتون کارش انجام دادم. چیکار میکردیم؟ یک گوی بار مثبت رو داشتیم، مینداختیمش داخل یه رسانه‌ای منزوی. خب بار مثبتی که این تو بود چیکار میکرد؟ میومد رو سطح رسانه. بعد حالا اینو میآوردی بیرون، میآوردی نزدیک الکتروسکوپ، میدیدی آقا پایه‌های الکتروسکوپ از هم دور نمیشن. به این معنا که این الان چی شده؟ خنثی شده. در واقع اول مثبت بود، الان شده خنثی. بارش رو سطح رسانه چی شده؟ آفرین، پخش شده. قبوله؟ خب میگفتیم یک گلوله فلزی را که از نخ عایق آویزان است باردار، سپس وارد ظرف میکنیم. اکنون گوی را با کف ظرف تماس میدهیم. خب اینا تماس دادیم. پس از خارج کردن گوی از ظرف به کلاهک الکتروسکوپ نزدیک میکنیم. میبینیم که عقربه های الکتروسکوپ تکان نمیخورد بچه‌ها. همچنین اگر ظرف را به الکتروسکوپ نزدیک کنیم مشاهده میکنیم که عقربه های الکتروسکوپ اصلا فاصله میگیرن. پس آقا چه اتفاقی افتاد؟ اینو نزدیک کردیم، خنثی بود. اینو نزدیک کردیم، دیدیم این باردار شده. پس یعنی چی؟ این بار خودشو به این یکی داده و بار رو سطحش پخش شده. از این آزمایش نتیجه میگیریم بار اضافه داده شده به یک رسانه روی سطح خارجی آن توزیع میشود. باز شکل خوشگل‌تر و به سبک خودمون رو تو جزوه قبلی میتونید ببینید، اونجا کامل و مفصل مرحله به مرحله انیمیشنی رفتیم جلو، همه چی رو براتون نشون دادم. میگه با استفاده از وسایل زیر آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد تراکم بار الکتریکی در نقاط نوک‌تیز سطح جسم رسانه‌های منزوی باردار بیشتر از سایر نقاط آن است. بچه‌ها این با چیزی که من براتون توضیح دادم یه کوچولو متفاوته. ببین اینو داریم این شکل رو، ولی اون آونگا رو نداریم. اونجا آونگا رو داشتیم، آونگی که نزدیک بود به نوک مخروط بیشتر منحرف میشد، بعد نتیجه میگرفتیم آقا تراکم بار تو نقاط نوک‌تیز بیشتره. اینجا یه دونه از این گویا داده، اینم میخوام اینجا براتون توضیح بدم.
میگیم ابتدا مخروط فلزی را با مولد واندوگراف باردار میکنیم. پس این مولد واندوگراف این مخروط فلزی رو چیکار میکنه؟ باردار میکنه. سپس گلوله فلزی کوچک را از دسته عایق گرفته و با نوک تیز مخروط تماس میدیم. اینو میگه گرفتیم، مثلا یه میله طوریه، گرفتیم میزنیم به نوک این که تراکم بار توش بیشتره. سپس گلوله را با کلاهک الکتروسکوپ تماس میدیم. حالا که به این تماس دادیم میاریم به کلاهک الکتروسکوپ. خب چون این الان باردار شده، ورقه های الکتروسکوپ، تیغای الکتروسکوپ اصلا باز میشن یه مقداری. اینو در نظر بگیرید، یه مقداری باز شد. سکانس بعدی چیکار میکنیم؟ با تماس دست گلوله فلزی و الکتروسکوپ رو خنثی میکنیم. یه دست میزنیم به نوک این، یه دست هم میزنیم چی؟ به الکتروسکوپ. هر جفتشون چی بشن؟ خنثی بشن. سکانس بعدی چیکار میکنیم؟ اینک الکتروسکوپ، نه این همین میله رو دوباره از دسته اینو اشتباه تایپی، اینک میله رو از دسته عایق گرفته و با بدنه. تو سکانس قبلی کجا زدیم؟ نوک زدیم. الان میزنیم کجا؟ میزنیم بدنه. چون اینجا تراکم بار کمتره، بار کمتری وارد این میشه. باز میریم تماسش میدیم به چی؟ الکتروسکوپ. تماس که میدم به الکتروسکوپ این بار کمتر باز شد. گرفتی؟ پس داره نشون میده تراکم بار تو نقاط نوک‌تیز بیشتره. چون وقتی به نوک نوک‌تیز زدم الکتروسکوپ بیشتر باز شد، وقتی زدم به بدنه الکتروسکوپ کمتر باز شد. دیگه اینجا مفصلشه. حل گرفتید ماجرا چی شد؟ توضیح کامل. ولی جمع و جور و خلاصه بخوام بهتون بگم، یه بار اینو زدیم به نوک، آوردیم زدیم به الکتروسکوپ، یه بقدری باز شد. دفعه بعدی زدم به بدنه، آوردم زدم به الکتروسکوپ، دیدم آفرین کمتر باز شد. نتیجه گرفتم تراکم بار تو نقاط نوک‌تیز بیشتره. و خلاص رسیدیم به پایان این قسمت. تمام درسنامه ها رو گفتم، تمام تیپ سوالا رو حل کردم، هرچی که میشد ازتون بپرسه باهاتون کار کردم. تو انیمیشنی ترین حالت ممکن با هم کار کردیم، تو بهترین حالت ممکن کار کردیم. این پکیج رو دیدید؟ پکیج اصلی یه چیز هیولاتره، فراتره بچه‌ها. 13 تا بالای 90، 2 تا 100 تو یه سال شوخی نیست. مدت ها زمان گذاشتیم، انیمیشن سازی کردیم که یه کاری بکنیم شما چشمی بدون دست به قلم شدن تست بزنی و این اتفاق میفته. فعلا تو دوره تشریحی بودیم، دست و بالمون خیلی بسته بود، باید روش هامون رو جوری میگفتیم شما نمره کامل بگیری، کامل بنویسی. پس من هر چیزی رو نمیتونستم اینجا بگم. بحثای اصلیمون باشه تو دوره اصلی، اونجا با هم کار میکنی. فصلای بعدی هم رایگان براتون میذارم. درسای دیگه فولیتو هم رایگانه. اگه اونا رو میخوای، نمیدونم جزوه اینو میخوای، فایل جنبندی درخچه‌ایشو میخوای، هر چی که میخوای با این شمارهایی که این پایین برات گذاشتیم با ما در ارتباط باش. خلاصه که تشریحاتو که با هم میتره کنیم، تستیت هم با هم میتره کنیم، همه جوره تو بهترین حالت ممکن به اوج میرسیم با فولیتو.